السلام علیکم بینندگان گرامی. اینک طبق وعده که ما به شما دادیم امروز پیمان ملی پیام خود را به هواداران خود میرساند. صحبت ما با رئیس پیمان ملی در نظر است و طول یک هفته به ما سوالهای زیاد وارد شدند و این سوالها را چه از نگاه افراد آنها رو مطرح می کرده و چه از نگاهی محتوای آنها می شود به سه گروه تقسیم کرد. خب افرادی که سوالا می دادند، گروه یکم افراد خیلی کوچک است که واقعا می خواهند سوال های دیند که به اون سوال ها واقعا جواب رو می خواهند شنوند. و گروه دومی که از مخالفین ما هستند، یعنی از طرف فیک های حکومتی که آنها اصلا درباره نهضت میخواهند شنوند و عیب بندی نسبت نهضت از خیلی که از ابتدا بود میکنند و تعداد از همه زیادتر این گروه سوم است که این افرادی که خصومت شخصی نسبت شخصیت محیدین کبیری دارند و سوالهایشان اساساً به حریم شخصی آدم دخل دارند و ما قرار کردیم که به همه سوالها چه از طرف فیک ها باشند و چه از طرف دیگرها پاسخ دهیم. و عجایبی کار در این است که گروه سوم سوال ها که هست، یعنی سوال هایی که به حریم شخصی انسان دخل دارد، شاید به خبر از یک دیگر از طرف فیک های کمیته دولتی امنیت ملی یتیم و از طرف فیک های مخالفان وارد شدند و ما سعی میکنیم در مدت هر قدر توانیم کوتاه‌تر همه سوال های شما را بررسی کنیم. خب میخواستم درباره پیمان ملی که تعداد معینی سوال ها درباره این است کمک معلوماتی هم، یعنی پیمان ملی چه هدف دارد و چه برنامه دارد. کوتاه در یک دقیقه به شما میگویم که پیمان ملی اگر رسما گیریم 4 ماه عمل میکند، ولی غیر رسمی پیمان ملی زیاده از 1 سال ما یک جا کار کرده بودیم و هدف پیمان ائتلاف نیرو، یعنی بسیج کردن همه نیروهای اصلاحات های واقعا اصلاحات های تاجیکستان، نه آنهایی که از نگاه خصومت شخصی با شخص رحمانوف یا با کدام انگیزه دیگر وارد سیاست شدند، ولی ما میخواهیم تمام نیروهای اصلاحات های تاجیکستان که واقعا میخوان اصلاحات به وجود آید بسیج سازیم و با مردم تاجیکستان شرایط برای انتخابات آزاد را فراهم سازیم و در این انتخابات آزاد بگذار مردم شخصای مورد جانبداری خیش رو انتخاب کنند و از روی برنامه ما باید این پارلمانی که انتخاب می شود کنستیتوسیون اصولا نو رو تهیه و پیشکش مردم کند و مردم یعنی ساخت کنستیتوسیونی را در تاجیکستان برقرار کنیم. همین است برنامه پیمان ملی تاجیکستان کوتاه. این هدف های پیمان ملی تاجیکستان است و اصلا واسطه هایی که باید به این هدف ما رو رساند که این خیلی دامنه‌دار است و ما بس در این موضوع رو به طور خطی هم برای خوانندگان شبکه‌های اجتماعی پیشکش خواهیم کرد و اینک اگر کارمندان تکنیکی ما آماده باشند سخن را به رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری میدیم. مرحمت
رئیس سخن از شما. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، دوستان گرامی. امیدوارم که صدای من در استودیوی مرکزی می رود. اگر صدای من را داشته باشن خواهش میکنم دوستان یک اشاره کنن تا اینکه ما شروع کنیم صحبت رو. خب به ما اشاره شد که صدای ما در استودیوی مرکزی هست. بار دیگر سلام و درود هموطنان عزیز، کسانی که این لحظه ها در خط با ما هستند. من پیش از همه خداوند منان را شکرگزار هستم که این فرصت رو برای ما عنایت کرد و دعا میکنم که پروردگار رب یشرح لی صدری و یسر لی امری، همون دعایی که پیامبر اکرم کرده بود در قرآن مجید هم هست برای حضرت موسی و با این دعا صحبت اول خود را با مردم شریف آغاز خواهیم کرد. ما در پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفتیم که صحبت‌های پیوسته را با مردم از این به بعد داشته باشیم و برابر آن که اعلان شد از طرف مسئولین این طرح در دوام این چند روز، والا شمارش رو دقیق نمیدونم ولی شاید که صدها سوال آماده باشد که دوستان به من پرینت کردن در اینجا هست و من تلاش میکنم که با کمک خداوند و لطف دوستان به این سوالها پسی هم جواب داده باشیم و از دوستان گرامی هم خواهش میکنم، از هموطنان عزیز، از همه کسانی که زحمت کشیدند سوال دادند، حالا جدا از اون که سوال ها چه محتوا دارد بالاخره همه زحمت کشیدند و دستشون درد نکند، این دوستان مطمئن باشد که با سوال یک و یک آنها جواب خواهد شد. اما شاید که در رفت صحبت بخصوص صحبت امروزه ما نتوانیم به همه سوال ها جواب گوییم، چون سوال ها خیلی زیادند و سوال ها طرز داده شدن که یک قسمتش ربط دارد به موضوع اعلان شده امروز که بیشتر ما میخواستیم درباره پیمان ملی تاجیکستان صحبت کنیم. البته هستن چندین سوال های مربوط به پیمان ملی، هستن سوال های مربوط به فعالیت و وضعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یک مقدار سوال های دیگر که حتی به مناسبت های شخصی و خصوصی و حتی خانوادگی هم ربط دارن. بعضی از سوال ها ما تلاش میکنیم با یک و یک این سوال ها جواب گیریم و بازم تکرار میکنم معذرت میخوام از بعضی دوستان که شاید به سوال از برخی از شما نتوانیم در همین نشست جواب گیریم، اما مطمئن باشید که حتما به سوال خود جواب خواهید گرفت. من اگرچه اعلان شده بود که با سوال ها بیشتر درباره پیمان صحبت کنیم جواب بگیریم، اما با اجازت دوستان، به خصوص با اجازت دوستان در استودیوی مرکزی، من پیشنهاد میکنم که بله یک مقدار درباره پیمان هم صحبت کنیم، اما احساس میشود که مردم در همین لحظه بیشتر دنبال بعضی سوال های دیگری هستند که شاید از نگاه آنها مهمتر از پیمان، مهمتر از حزب نهضت، مهمتر از حتی وضع سیاسی و اجتماعی کشورمون هست. خب بالاخره برای احترام با این مردم من پیشنهاد میکنم که کاری کنیم که یک برخی از سوالهای مردم که حتی اگر به موضوع پیمان هم ربط نداشته باشند ما با سوالهای آنها جواب هم بگیریم. من با اجازهتون چون مقدمه زیاد نمیخواهم داشته باشم، وقت شما را هم نگیرم، شروع میکنم از سوالها به همون ترتیبی که وارد شدند و به من پیشنهاد شد. یک نکته را اشاره کنم که به من رسانیدند که بعضی از مسئولین این طرح بعضی سوالهایی را که از نگاه خودشان در اون تحقیر بوده است، در اون مسئله های پرووکاسیونی هست، یا به هر دلیل یا حذف کردن یا تلاش کردن که حذف کنن. من خواهش میکنم از این به بعد هم که بگذارید مردم حرف دلشون رو بگن. بله اگر تحقیر آشکار هست، نه تنها نسبتی من بلکه نسبتی یک شهروند دیگر، انسان دیگر، بله اون باید حذف شود یا حداقل همون قسمت تحقیر رو حذف کنه. شاید در داخل اون همه تحقیرها باشن سوال‌ها یا مسائلی که مهم است و جامعه نیاز دارد که آنها رو بشنود.
خواهش میکنم از این بابت دیگر زیاد چنزور نکنند غیر از حالتهای تحقیری آشکار و پامال کردن حقوق انسان ها و همه چیزی که علیه من هم باشد، تحقیری حالا بسیار فحش نباشد اگر، ولی سوال های دشوار به گفتی اون مردم و پرووکاسیونی دیگر همه رو خواهش میکنم بدون اختصار و سنزور به ما بفرستن و همچنین که امروز در اینجا کردید و من تلاش میکنم که با همون ترتیبی که وارد شدند جواب بگم. فقط یک خواهش از دوستان این است که من که ما انشاءالله با شما پیوسته در تماس هستیم، سوالها رو تلاش کنید که وابسته به موضوع اعلان شده بدهید، بفرستید، چون گاه می شود که برای مثال برای برخی از مردم جالب نیست که درباره مثلا سوالهای دینی بشنوند یا درباره مسائل شخصی و خصوصی بشنوند و آنها دوست دارن از یک رهبر سیاسی بیشتر درباره مسائل سیاسی کشور، وضع سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور بشنوند. بنابراین وقتی که اعلام میشود نام موضوع تلاش کنیم که سوالها را وابسته به همون موضوع بفرستیم. اما چون آغازی کار هست و درک میتوان کرد مردم رو هم که خیلی سوالها زیادن و باید مردم سوالهایشون رو بگوین و از همین سوالها معلوم است که مردم گفتنی زیاد دارن. من میخواستم با اجازت دوستان از یک سوال عمومی آغاز کنم که در برخی از سوالها تکرارا آمده است و بعضی ها خواستند آشکارا بپرسند و بعضی دیگر حتی با کنایه و با یک آهنگ تحقیرآمیز که چرا پنهانید و چرا صحبت نمیکنید و چرا با مردم در تماس نیستید و از این حرفا که واقعا هم سوال درست منطقی هم هست، مردم هم حق دارن. دوستان عزیز خیلی شفاف و آشکار میگم، گفتنی‌ها زیادند و باید گفتشان، اما چرا من عمدن این کارا نکردم طول این 3 سالی گذشته که البته گاه در اینجا آنجا در مناسبت‌های گوناگون با مردم صحبت میکردیم، این طبعا نبود که کاملا با مردم صحبت نکرده باشیم، اما درست میگید مستقیما و پیوسته با مردم صحبت‌های زیادی نداشتیم و اینم دلیل داشت. اصلا من طرفدار آن نیستم که یک سیاستمدار چی موضوع درست است یا نیست، مناسب به او هست یا نیست، موقعی گفتنش هست یا نیست، همیشه در صحنه باید صحبت کند. مهم که همیشه در صحنه باشد، مهم که همیشه گپ زند. فکر میکنم این یک نقطه ضعف سیاستمدارا هست، نه تنها سیاستمدارا، بسیاری از حتی غیر سیاسیون ما هم متاسفانه گرفتار این مشکلی هستند که همیشه میخواهند در صحنه باشند، همیشه درباره چیزی حرف بزنم. من بیشتر طرفدار آن هستم که سخن را وقتی باید گفت که حرفی برای گفتن داشته باشد و موقع و فرصتش فرا رسیده باشد. من چرا تا این وقت خاموش بودم به اصطلاح، اگرچه خاموش هم نبودم، به خاطر آن بود که دنبال مشغول کارهای تشکیلی بودیم. بالاخره وقتی که با مردم نوعی صحبت میکنی باید حرفی برای گفتن داشته باشی، باید دیدگاهت روشن باشد، باید بدونی درباره چی صحبت میکنی. طول این 3 سال نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از این حادثه فاجعه باره که شد و خیلی هم ناگهانی و واقعا که همه در حالت شاک بودن، نیاز به یک فرصتی داشت تا اینکه خود را بازسازی کنیم، به هم بیاییم و بالاخره در این شرایط جدید جای خود رو پیدا کنیم که ما در این شرایط نو چی بوده میتوانیم فعالیت کنیم و برای آینده کشور چی برنامه داریم. تنها اون وقت میتوان با مردم صحبت کرد وقتی که شما مسائل تشکیلی رو انجام میدهید و حرفی برای گفتن با مردم دارید. اما همین که من بیام پس دوربین بشینم و فقط برای آن که مردم بگویند که خاموش نیست، هرچی از دهانم بیاد بگویم بی اساس، بی دلیل، بدون آن که بالای آن فکر کرده باشم، من شخصا طرفدار این گونه برخورد و مناسبت نیستم. حالا با دوستانی که میل دارن دیگر خیلی باشد، خب کاری شخصی هم هست، ولی امروز که الحمدلله دیگر واقعا هم کارهای تشکیلی انجام شدن، ما در این مدت 3 سال توانستیم هم پیمان ملی تشکیل شد، هم نهضت فعالیتش از نو بازسازی شد و ما بالاخره با چند سوال در نزد خودمون جواب پیدا کردیم که ما کی هستیم، در چی شرایط هستیم، رقیب ما، طرفهای دیگر در کدام حالت هستند
و در این شرایط جدید چگونه میتوان مبارزه برد. وقتی که به این سوال ها نزد خود جواب پیدا کردیم، اینک لازم دانستیم که با مردم عزیز و شریف خودمون هم در تماس باشیم، دیدگاه های خود رو بگوییم، حرف مردم رو بشنویم تا اینکه یک صحبت دو جانبه ثمرناک باشد. اما همین که بدون برنامه، بدون دیدگاه روشن من بیام هر روز پس دوربین بشینم و حرفای چپ و راست بگویم، به نظر من هم برای مردم خسته کننده است، هم مناسب به یک حرکت سیاسی محترم و یک سیاستمدار هم نیست. بنابر همین فکر میکنم که مردم عزیز در خواهند کرد و این لحظه که الان ما با شما هستیم معنی آن را دارد که پیمان ملی تاجیکستان شکل گرفت و الان ما آماده هستیم، تنها من نه، تمام مسئولین پیمان آماده هستم که با مردم شریف در گفتگوی دائمی باشم. خب شروع کنیم از سوال هایی که مردم دادن و من به واسطه شروع میکنم از سوالی که اولین وارد شده است طبق گفته مسئولین، از نام خواننده با نام ساربان عاشق، که البته باید بگم که از نام مشخص است که نام واقعی نیست. حالا هر کم باشد، بسیار از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی از شهروندان با دلایل گوناگون نام واقعی خود را نمی‌نویسند و حق هم دارند، چه مثلا کارمند حکومتی باشد با هر دلیل از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند، چه مخالفین. اما این دوستی عزیزمون چند سوال گذاشته است. با اجازه دوستان من شاید که همه سوال‌ها رو نخوانم چون هم وقت رو می‌گیرد ولی تلاش می‌کنم محتوای آنها رو به شما بگویم و اتفاقا شاید که بعضی سوال‌ها رو به وقت دیگر مانیم، حتی از همین آقای ساربان هم و از دیگر دوستانم. ایشان در سوال اولشون خب مسئله رو مطرح کردن، یکم از ما تعریف و تمجید هم کردن که دستشون در نکند، اما در ادامه سوال گفتم که آیا بار فکر نکردید که برای شما اشتباه سیاسی بود که رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده گرفتید و هیچگاه سالهای پیشتر به گفته ایشان ما را در دوره سیاسی نمیشناختند و علاوه خصوص در تاریخ حزب، و آیا میتونستم که هنگامی مرا انتخاب کردن راضی نشوم یا کنار بیستم؟ واقعا بسیار سوال مهم است، دستشون در نکند. من به ایشان گفتنی هستم که شاید دوستی عزیزم یک کمی از تاریخ حزب آگاهی ندارند و حق هم دارند، ولی من تا سال 1997 اصلا در صحنه سیاسی تاجیکستان با گفته ایشان حضور نداشتم، چون سالهای گلاسنوس یا پریسترویکا منم یک از جوانان اون زمان خیلی پرشور و مبارز در صحنه بودیم. بعدا در سال 90 دقیقا در نیمه این میدان نشینی ها و حرکت های مردمی من به جمهوری یمن برای تحصیل رفتم و 2 سال تحصیل خود را در دانشگاه صنعا فاکولته شریعت بخش زبان عربی ادامه دادم. وقتی من البته از یمن برگشته بودم که دیگر در تاجیکستان وضعیت کاملا دیگر بود و فرانت خلقی دوشنبه رو غصب کرده بود و اتفاقا من همون شب روز باز به دوشنبه هم رفتم و اصلا خبر نداشتم که در دوشنبه چی خبر است و 1 ماه دیگر در دهه‌مون در فیض آباد باقی موندم. بعد که روز شب سال نوی یعنی 31 دکبر من تاجیکستان را ترک کردم. اتفاقا در همون پروازی که ما تاجیکستان را ترک میکردیم یا پرواز دیگرش بود، فکر میکنم 1 ماه بعدش بود، با همراهی برادر و دوستی عزیزم زید سعیدوف ما تاجیکستان رو یک جای ترک کرده بودیم. حالا برای اینکه تاریخ طولانی نشود، اما برای معلومات این برادر میگم که در تاریخ نهضت اسلامی تاجیکستان من شاید جوانترین وکیل انجمن حزب نهضت اسلامی شوروی بودم در شهر اشترخان یا استرخان و اون روز وقتی عکس ها رو میبرداشتیم در ارخیو دیدم که یک یا 2 عکس از همون انجمن تاریخی حزب نهضت شوروی هم هست که من که اون وقت شاید 20 ساله بودم، نمیدونم دانشجوی کورسی 2 یا 3 دانشگاه بودم، در اونجا شرکت میکردم. اون رفتن من به انجمن البته تاریخ خودش رو دارد که در اینجا نخواهم گفت، وقتی عزیزان رو نمیخواهم گرفت. فقط این اشاره به اون خاطر هست که دوستی عزیزمون بدونن که یعنی در تاریخ نهضت، در حضور من در نهضت، یعنی از سال 97 شروع نشده است، کمی
سابقه دارد. اما در سال 97 بله من استاد نوری خدا رحمتشون کند مرا همچون یاور دعوت کردن. اون وقت در مسکو بعد تحصیل در اکادمی دیپلماتی کار میکردم در یک سازمان بین المللی. خب دیگر تجارت داشتیم و کاری علمی داشتیم، اما گفتن شما برای ملت ضرور هستید. در این شب روز کمیسیون رشدی ملی کار شروع کرد و من دقیقاً یادم هست اگر 15 سپتامبر 97 کمیسیون رشدی ملی کارش شروع کرده باشد، 27 سپتامبر استاد همت‌زاده به من زنگ زدند و من روز 1 اکتبر در خدمت استاد نوری بودم و همچون کارمند کمیسیون رشدی ملی و بعداً عضو کمیسیون رشدی ملی فعالیت را شروع کردم که در یک سال بعدش به ریاست حزب نهضت استاد پیشنهاد کردند و همینطور در فعالیت حزبی بودم. اما سوال این است که آیا بهتر نبود که من اون زمان کنار میرفتم؟ دوستی عزیزم، من فکر میکنم که اون وقت مسئله این نبود، مسئله منفعت شخصی نبود. حتی یادم هست وقتی که استاد نوری دعوت کردن گفتم که استاد من در مسکو هم تجارت دارم هم کار در یک سازمان با نفوذ بین المللی تازه بعد از ختم اکادمی گرفتم، دیرکتور ریجنالی یک سازمان بین المللی در سابق شوروی هستم و خانه و منزل دارم. گفت که ببین محیدین، شما امروز ما صلح کردیم، برای ملت کادرها لازمه بیایید اینجا، مالید همه کارو همه امکانیت ها رو و بیاید به تاجیکستان خدمت کنید. وقت اونجا مسئله دیگه منفعت شخصی نبود. اگر منفعت شخصی می بود من در مسکو میموندم. حداقل وقتی که با کمیسیون رشدی ملی آمدم و با اپوزیسیون وصل شدم یک منصب میگرفتم در از همون 30% که همچون یاور رئیس کمیسیون رشدی ملی همه این سندهای 30% از دست بنده گذاشتم ولی نگرفتم و این رو همچون مسئولیت میدونستم. مادامی که برای ملت ضرور است لازم است ما باید در اینجا خدمت کنیم. بنابر همین اون وقت این سوال نبود و من واقعا هم بسیار هم شفاف اعتراف میکنم که فکر میکردم که این به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمدن چون یک حزب قانونی هست، طرف صلح هست، خدمت به ملت است و خدمت کردن به حزب یعنی به حزب رسمی کنستیتوشنی خدمت به ملت است. چرا نه؟ یک کس میتونه در حزب خلق دموکراتی باشد، یک کس در کمونیست، یک کس در حزب نهضت، بالاخره همش حزب قانونی هستند. از این نگاه من به فعالیت خود رو در اون سالها و هنوز هم فعالیت اشتباه نمیدونم بلکه این رو مسئولیت میدونستم و هنوز هم همچون مسئولیت میدونم. البته بله وقتی که اومدم دیدم که آسان نیست برای یک نفری که خب هم تحصیلات دینی دارد، هم دنیوی، هم نگاه‌های یک کمی فرق کننده دارد، در یک حزب سنتی دینی که با دیدگاه‌های خاصی زمان شوروی و حتی قبل از شوروی فعالیت میکنه کاری آسان نبود و هنوز هم نیست. این رو من اعتراف میکنم. اما بالاخره از یک کاری بزرگ، از یک کاری دشوار نباید ترسید و مبارزه هم همین است. باید تلاش کرد و اگر ما میخواهیم که هنوز هم این مشکلی هست، اگر میخواهیم که این بخش بزرگ جامعه را با ملت داشته باشیم نباید رها کنیم بگیم که خب حزب نهضت یک حزب دینی است، شما بیاید همچون یک آدمی تحصیل کرده و بیاید کنار نفران دیگر باشد. خب اگر ما همه روشنفکران، زیایان، دانشمندان از حزب و حرکت ها بیرون برویم معنی را دارد که این را پرتافتیم به گروه هایی که میتوانند مسیر این آن حرکت رو به سمت دیگر برند. و حالا چون دوستان چند سوال دیگر هم داده شاید که همه صحبت ها رو در یک سوال نباید کنیم و شاید در دیگر حالات هم به این سوال ها جواب خواهیم گفت. اما خلاصه این جواب این است که اون وقت مسئله منفعت و کنار رفتن نبود، مسئله خدمت به ملت و دولت. سوال دیگر هم دادند که آیا بار اندیشه نکردید که مردانوار به تاجیکستان برگردید و به خاطر احترام اون 10 نفر زندانی شده های اعضایان حزب که شما رهبرش بودید با حکومت روبرو شوید؟ البته با حکومت روبرو شدن در زندان که امکان ندارد. شاید ایشون فکر میکنن که اگر من به خاطر احترام هم حزبی ها اگر برگردم به تاجیکستان مثلا با حکومت در کجا روبرو میشیم؟ من از این طرف پنجره زندان، اینا از این طرف پنجره زندان که البته این دیگر روبرو شدن گفتگو نیست. خب دوام سوال این است که آنها چیکار کنند؟ صبر و تحمل کرده عمر خود را در زندان ها گذرانند یا از قسمت خود ببینند یا بازگشت شما را انتظار شوند، منتظر شوند که شاید حکومت دیگر شود، رژیم تغییر یابد، رحمان آنها را عفو سازد یا شخص دیگر پرزیدنت شود؟
ببینید همه این سوال هایی که شما گذاشتید مطرح هستند. یکی از اینها اگر انجام شود انشاءالله که اون برادران آزاد خواهند شد. البته اگر مثلا یک نفر دیگر به جای رحمان بیاد که مثل رحمان فکر کند، رهبریش مثل اندیشهش مثل رحمان باشد، که تغییراتی نخواهد کرد. اما اگر یک نفر عاقل‌تر، آگاهتر و تفکرش ملی‌تر اگر بیاد، حتما که وضعیت این برادران تغییر خواهد کرد. یا رژیم تغییر کند، حکومت دیگر شود، یا یگان شرایط خاص دیگری با وجود بیاید که این برادران آزاد شوند، که تمام زحمت و تلاش ما و دیگر دوستان در خارج در صف مخالفین یکی از هدفها همین است. اما سوال شما این است که آیا شما بار اندیشه نکردید که مردم آور به تاجیکستان برگردید؟ اتفاقا همین سوال در چند جای دیگر هم هست. اگر مبادا دوستان دیگر همین سوال رو گذاشته باشند، من در همین جا جواب عمومی دهم به این سوال، به نظرم کافی است. برنگردیم بعداً به سوال‌های شما، چون خیلی هم زیاد میپرسن که چرا شما از تاجیکستان رفتید و حتی بعضی کلمه فرار رو استفاده میکنن. شما فرار کردید، خویش و تبار رو ماندید، اعضای حزب رو ماندید، دیگر و دیگر. این دوستی عزیز هم یک کمی با ادبانه این مسئله رو مطرح کردن. ببینید من خدمت شما آقای سوربان و دیگر دوستانم عرض خواهم کرد که برآمدن من از تاجیکستان 16 مارس 2015 بود، دقیقاً 2 هفته بعد از انتخابات پارلمانی، و هدفم شرکت در کنفرانسی بین‌المللی مالزی بود که اونجا سخنرانی بود. بعداً گفتم بیام نزد فرزندان استانبول که تقریبا 3 سال باز، یعنی سال 2012 در استانبول زندگی میکردن، فرزندان اونجا تحصیل میکردن، اونها را سر بزنم و برگردم با تاجیکستان. وقتی که نمایندگان حکومت قبل از سفرم آمدن گفتن که شما نروید از تاجیکستان، نباید بروید، و در سطح رئیس کمیته امنیت هم این صحبت شده بود. گفتم برای چی؟ گفتن که خب حالا رهبریت کشور لازم دانست که شما باید در داخل کشور باشید، در منزل باشید، حتی سفرهای منطقه‌ای نکنید، از دوشنبه بیرون نروید، چون که خب ما کفالتی هیچی را داده نمیتونیم. یادم هست حتی میخواستم کلاب روم، اجازه نشد که کلاب روم. تقریبا 1 هفته بعد از انتخابات خواستم که به ولایت‌ها سر بزنم، مردم رو برای شرکت در انتخابات تشکر بگم و بگم که خب این انتخابات همین تقلب شده، شما زحمت کشیدید و یک مینه‌داری از مردم کنم. خیلی تهدیدآمیز گفتم که شما حق ندارید از دوشنبه برای با مردم اصلا ملاقات کنید، مثل حبس خانگی. ولی بازم گفتم اگر حبس هم کنید من کلاب میرم، حداقل تا کلاب میرم، چون روزی ملاقات با اعضایان و طرفداران حزب در کلاب بعد از انتخابات تعیین شده است. من اونها رو وعده دادم. گفتم در راه هر حادثه شدن ممکن، گفتم خب دیگر نصیب باشد، هر چی در تقدیرمون. خلاصه ما حرکت کردیم. بعد گفتم خب 2 ماشین اجازت است، از 2 ماشین بیشتر نروید. شما تصور کنید رهبر یک حزبی اون زمان قانونی و برای ملاقات با هم حزبی خود به دوشنبه می رود، میگن که شما حق ندارید. بعد که مجبور شدن گفتن که 2 ماشین بیشتر نروید. ما در 2 ماشین در وحدت تفتیش معلوم است که اگر اونا ایستادن، رقمای ماشینی که ما پیدا شد، میلیسیونرها زود بین راه بارت خبر میتن که گذشت از پست ما، پست بعدی در وحدت، در نورک، در دنقره چند مراتب در درآمد کلاب ماشینا رو تحقیرآمیز تفتیش میکنن، همه رو پیاده میکنن بیرون و ما 1 ساعت دیر به کلاب رسیدیم. خلاصه اعضای حزب در کلاب تهدید کردن که شما نبیایید جلسه، اونا هم جمع شدن. ما 1 نیم ساعت نشستیم، خداحافظی کردیم، برگشتیم به دوشنبه و فضا رو طوری ساختن که ما دیگر باید در حبس خانگی بشینیم. با وجود این هم من گفتم که میروم سخنرانی میکنم در مالزی و برمیگردم. شما دوستان عزیز ببینید وقتی که من رفتم مالزی 1 هفته بعد استانبول آمدم، دقیقاً در اولهای اپریل، یعنی آن زمانی که من آماده برگشتن به دوشنبه داشتم و جلسه ریاست حزب رو هم تعیین کرده بودیم، پروکراتور ژنرالی تاجیکستان در روزنامه جمهوریت اظهارات پخش میکند که نسبت من پرونده جنایی باز شده است. خب یعنی چی پرونده جنایی باز شده است؟ من بیام در فرودگاه دوشنبه حبس میکنم. و عیناً همون کاری رو که با زید سیدوف کردن. زید برای شرکت در مسابقه تنیس بازان به فرانسه رفت و پروکراتور ژنرالی اتهام خود را اعلام کرد. زید در یک حالت ایمان که بیاید یا نباید. بعضی از مردم اونهایی که میخواستن یا زید رو در زندان ببینن یا اینکه باور داشتن به حکومت یا باور داشتن به خودشان، گفتن که شما اگر بیگناهید جناب سیدوف بیاید برگردید
اثبات کنید در نزد سود که شما بیگناهید. اتفاقا بعضی سیاستمداران هم ببینن ارشیو را به زید چی گفتن، دعوت کردن زید بیا ما حقوق شناس هستیم، حقوق شناس داریم، شما را حمایت میکنیم. ژورنالیست ها هم زید هم متاسفانه داده شد به این و باور داشت که شاید قانون هست در تاجیکستان، سود هست، شاید که مردم حرف میزنند، شاید اون نفرایی که دعوا میکردن که از زید پشتیبانی میکنه با آنها تکیه کرد و برگشت به تاجیکستان. چی شد تقدیر زید؟ اتفاقا من در همون شب روز در مغرب بودم، مراکو کنفرانس بود، زنگ زدم که زید رو پیدا نکردم. شمس‌الدین سعیدوف برادر عزیز ما در آلمان خواهش کردم که زود فرانسه برو جای زید رو پیدا کن و برسان که نرود بهترش ماند در خارج تا وقتی که مسئله کمی معین شود. شمس‌الدین زنگ زد گفت که رسوندم، گفت که بله مثل که وضعیت خوب نیست برای رفتن، نمی رود. و من خواهش کردم که به من زنگ زند. متاسفانه در وقتی که من فرودگاه رباط بودم یک زنگ آمده است ندیدم. بعدا زنگ زدم که تلفن زیدم خاموش. بعد فهمیدم که همون وقت فرانکفورت پرواز کرده است و دیگر ما نتونستیم نه زنگ بزنیم به دیگر و بالاخره رفت و گرفتار شد. حالا این قصه تلخی زید دیگه طبیعی است که برای منم یک درس بود. چرا من برگردم به تاجیکستان و وضعیت این باشد؟ با وجود این هم شما اگر اهمیت داده باشید، پروکراتور گنرالی بعد از یک هفته هم خاور و هم دیگر سایت ها از سایت جمهوریت برداشتن این اظهارات پروکراتور گنرالی رو از سایتشون که دیگر نبود در آنجا. ما این رو همچون سیگنال برای آن قبول کردیم که این اشتباهشون رو درک کردن که هیچ پرونده ای نیست و باز هم در فکر برگشتن شدم که شاید اون یک اشتباهی بود. بالاخره مسئله به شورای سیاسی نهضت کشیده شد و در شورا این رو مشورت کردیم. یادم هست من از استانبول آنلاین در جلسه شرکت کردم و شورای سیاسی تصمیم گرفت که رهبر حزب در خارج باقی بماند تا حل شدن بعضی مسائل ها، چون که خطر خیلی زیاد است. از آنه که رهبر حزب در داخل زندان می شود، بهتر است که رهبر حزب در آزادی باشد، شاید که در آینده بتواند کاری کرده، وگرنه به دست خود آمده در زندان قرار گرفتن این برای یک سیاستمدار عاقل چندان کاری خوبی نیست. و این قرار شورای سیاسی بود که دیگر باعث آن شد که ما تصمیم نهایی گرفتیم و برنگشتم. اتفاقا یک چیز دیگر هم بگم، این چندان سیرم نیست. وقتی که باز هم من گفتم در جشن 27 ایون در جشن وحدت همون سال 2015 شرکت میکنم، یکی از مسئولین دولتی که قبلا باز همکار منظورم در پارلمان بود و بعدا وظیفه گرفت در یک مقامات، گفت که زنگ زد اون چون فهمید است که من آمدنیم، گفت که من خواهشم این است، چون دیگر حرفی من همچون حرف یک دوست تنها قبول نکن، کسی که از این کوخنی خبر دارد اشتباه زید رو تکرار نکن. همین قدر بود و تلفن رو خاموش کرد. دیگر طبیعی است که برای ما هم چون یک شخصی مقامدار بلند و دوستی هم زید و هم ما این حرف رو میزند، دیگر مسئله خیلی روشن بود. بنابراین دوستان عزیز، برای یک رهبر سیاسی کاری آسان نبود تصمیم بگیرد که در خارج ماند یا در داخل برود در وقتی که بالای حزبش اینقدر فشارها هست. و تصمیم ساده نبود، آسان نبود، هنوز هم آسان نیست. هنوز هم هر باره که فکر میکنم درباره آن که میرفتم خوب بود، آیا در پهلوی برادران مینشستم اونجا راحت تر بود از لحاظ فکری و معنوی، یا در اینجا بودنم بهتر است که میتونم کاری رو انجام دهم برای اونها، جواب یافتن دشوار است. هنوز هم جوابی مشخص نداریم، اما هر چی خدا خواسته بود همون شد. اما دوستی عزیزم ساربان، ببینید اگر در داخل زندان می بودم، فقط حالا گفت شما در دوام سوالتون اینجا گفتید که اگر من زندانی می شدم و برمیگشتم، حتی گنرال ها و حکومتی هم شاید به من احترام قائل می شدن که خب این جوانمردی کرد و برگشت. اگر اونها احترام قائل می شدن، به زید قائل می شدن. دوستی عزیزم، به زید چی کارها کردن؟ چی تحقیر؟ شما رسانه‌ها رو خوندید، این سکلانکای و تحقیر کردن و مالکیت رو کشیده گرفتن. دقیقاً همون کار رو که با زید کردن با ما هم میکردن. اگر اونها با گفت شما اینقدر آدمگری و اینقدر شهامت می داشتن، این کار رو با زید میکردن، کار رو با محمد رضا اسکندرف میکردن، این کار رو با دیگر کسانی میکردن که در پهلویشان کار میکردن. من که همیشه با آنها در مخالفت بودم، رهبر یک حزب اپوزیسیونی بودم در داخل. زید اعضای حکومت بود، محمد رضا اعضای حکومت بود.
غفار میرزایف و دیگر شخصیت ها اعضای حکومت بودن. با اونها چیکار کردن وقتی که با اونها احترام ندارن، که با اونها همنشین، شاگرد، استاد؟ پس به من اپوزیسیونر این گنرال ها و حکومتدارانی به گفت شما حکومتی احترام میکردن تنها به خاطر اون که من برگشتم به وطن؟ البته که نمیکردند و ما هم محروم میشدیم از اون حالتی که امروز میتونیم به این جوان ها کمک کنیم. ببینید الان پرونده زید، پرونده محمد علی حیید، پرونده بزرگمهر به سازمان ملل رفت. باری اول در تاریخ فعالیت اپوزیسیونی حقوق بشری تاجیکستان پرونده زندانی های سیاسی به سازمان ملل می رود و کمیته حقوق بشری سازمان ملل قرار قبول میکند درباره آنکه از حکومت تاجیکستان طلب کند که هم اینها را آزاد کند و هم جبران بدهد به اینها برای پامال کردن حقوقشان. الان پرونده 11 نفر دیگر از زندانی های سیاسی در مرحله بررسی است. خب اگر اپوزیسیون در خارج نمی آمد، این کارها تشکیل نمیشد، فعالیت نمیشد، در زندان می بودیم همه، کی میکرد این کارها را در بیرون؟ مگر همین کسانی که تا امروز بودن؟ حالا بالفرض ما در زندان می بودیم و شاید دیگر دوستان زحمت میکشیدن، اما بالاخره این همه مدیریت میخواهد، اینا همه تلاش زحمت میخواهد، هماهنگی میخواهد و من فکر نکنم که یک بار همه در داخل زندان نشستن رهبران اپوزیسیا به نفع ملت و دولت می بود. خب ببخشید یک کمی جواب به سوال شما طولانی تر شد، اما چون سوال ها خیلی مهم بودند. و در آخر این دوستی زمان باز انا خواهش خوب کرده است که خوبش با جسارت تام از سیاست دور شوید، خاموش و آرام در کنار استید. بس است مسخره کردن مردم و مسخره کردن سیاست و مسخره کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. من تشکر میگم که واقعا دلتون به مردم و به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میسوزد. منم بارها فکر کردم و حالا هم دارم فکر میکنم که اگر کنار بروم الان به نفع مردم است، به نفع ملت است، به نفع حزب است و در مجموع به نفع کشور است، یا در سیاست هنوز هم باشم و کاری را انجام دهم. خب بالاخره این تصمیم شخصی نیست. شاید برای منم راحت‌تر است که الان بروم کنار و دیگر دوستان این زحمت ها را بکشن، اما وجدان انسان اجازه نمیده. چگونه من کنار میروم وقتی که برادران من در زندانند؟ حالا کنار رفتن به معنای چی؟ شاید که بهترش بگوید که مسئولیت رو به یک کسی دیگر بسپار، یک کسی دیگر رهبر باشد، من مثلا معاون باشم، مشاور باشم، یک مسئولیت دیگر در حزب بگیرم. این مسئولیت خوب می بود. اما آن که من کنار بروم، دوستی عزیز، من کنار نخواهم رفت تا وقتی که زندانیان سیاسی هستند. من این را قبلا هم گفتم، حالا هم میگم که کنار نخواهم رفت، مبارزه رو ادامه خواهم داد ان با کمک شما هم. ولی اگر ببینیم با دوستان که لازم است که من از این مقام ها کنار بروم، یک مسئولیت دیگر بگیرم، چشم، حتما در این فکر هستیم. خدمت شما هم عرض شود که 2 مرتبه تا امروز استعفا دادم. یک مرتبه در اولین جلسه شورای سیاسی نهضت بعد از انتخابات که ما با پارلمان راه نیفتیم، خودم استعفا را اعلام کردم. گفتم برادران، این فرهنگ سیاسی است که یک رهبر بعد ناکام شدن در انتخابات کنار برود، چه انتخابات تقلبی بود نبود، حالا این فرهنگ سیاسی است. اما دوستان گفتن که تا انجمن حزب که ماه سپتامبر برگزار می شود 6 ماه دیگر بیسته، در انجمن انشاءالله که ما شما را هم جواب میدیم و یک رهبر دیگر انتخاب میکنیم که متاسفانه حکومت اجازه نداد که این انجمن برگزار شود. و من در جلسه ریاست حزب در 2016 در استانبول از اعضایان ریاست خواهش کردم که به من 2 سال وقت دهید، منو به استعفا رها نکنید. در 2 سال من وظیفه خود میدونم که حزب را از نو جمع کنم، ساختارها رو در خارج بسازم، بعد خودم استعفا خواهم رفت. که 1.5 سال بعد ما ساختار حزب را ساختیم، حزب فعالیت رو در خارج شروع کرد. من استعفای خود را دوباره اعلام کردم در جلسه ریاست. باز هم ریاست خواهش کرد که یک مدت دیگر هم تا دیدن چند مسئله دیگر این مسئولیت به دوش ما باشد. خداوند نگهبانتون باشد آقای ساربان. انشاءالله که در آینده به سوالات شما هم جواب خواهیم گفت. اینجا از استودیو مرکزی گفتن چند سوال دیگر هم از استودیو مستقیما وارد شده است که میخواهند مطرح کنن. بفرمایید دوستان، در خدمت استودیو مرکزی هستیم. فقط من صدای استودیو رو نمیشنوم. سلام. خب ادامه سخن دوستان عزیز،
میخواستم سوالای خودتان رو میتوانید با همچون پیامک شخصی به بنده نیز روان کنید. به بنده نیز سوالای خودتان رو روان کنید. اینک یک چند سوال آمده است، اینا رو پای در پای بررسی میکنم. هر سه سوال رو یک جویا به محترم رئیس پیشکش میکنم، با کدامش لازم شمارند جواب دهند. یکمش آتش اجل، یک کاربر فیسبوک سوال داده است که محترم کبیری، شما هنگام در پارلمان وکیل بودن چه قانون‌هایی را به نفع مردم تاجیکستان تهیه و در کدام قانون‌ها، در تهیه کدام قانون‌ها شرکت کرده اید؟ دویم سوال از ممنون نورزاده. این سوال خیلی عجیب است. میگه که چرا کبیری چرا به شیوه دموکرات سخن را آغاز نکردی؟ خب منظورش رو درک نکردم. شاید امام بسم الله الرحمن الرحیم او رو چی کرده است، ناراحت کرده باشد. سوم سوال سلام سلاموف میگه که چرا ماز در صدر پیمان ملی قرار گرفتید؟ این قبلا ترهیزی شده بود یا خیر؟ و از همه سوال زیاد همین سوال است که هم به تاجیکی هم به روسی وارد شده است و یکی از آنها رو میخوانم. امیر گیورگان موسوی: Здравствуйте, господин Кабири. Наконец-то выпал шанс, и вы соизволили холопам задать вам по вашей новой, довольно, одним словом вопрос. Господин Кабири, а почему вы оставили вызов Атавуллоева на дебаты без внимания? Мне казалось, что дебаты значительно повысили бы уровень политического диалога среди наших сограждан, так как мы, не привыкшие видеть открытые дебаты, در مجموع سوال امین است که چرا شما از بحث روی راست با دادا جون عطاولو دست کشیدید؟ و این سوال هم خیلی زیاد داده می شود. مرحمت، با کدام از این سوال ها شما اولویت می دید؟ چون وقتمون شاید تنگتر باشد به همه سوال ها جواب دادن. انتخاب از شماست. مرحمت، رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری. صدای ما رو دارم دوستان؟ اشاره کنم. خب خیلی خوب. من متاسفانه این گوشی با سوابق تکنیکی باشد، شاید اون چیزی که حاضر علی شیرزمانوف در استودیو مرکزی گفتن من نشنیدم و ولی در اینجا یاوران من یک سوال داره که خطی نوشتن، شاید که استودیو مطرح کرده باشن، که یکی از دوستان با نام آتش اجل، خیلی نام عجیب، و سوال کرده است که هنگامی در پارلمان بودنتان به مردم چی خدمت کردید؟ دوم سوال برای چه از بحث با دادا جان عطاولویف میگریزید؟ خب دوستی عزیزم، آقای آتش، خدا کند که هیچ آتش دلتان خاموش نباشد. ببینید این سوال را دائم مطرح میکنم که هنگامی در پارلمان بودن به مردم چی خدمت کردید، یا هنگامی در تاجیکستان بودن چی خدمت کردید؟ و اصلا این سوال را تنها به من نه، به همه روشنفکران، به همه اپوزیسیونرها، به همه مردمی که در خارج هستن همین سوال را میدیم که شما با مردم چی خدمت کردید. من همیشه میگم که دوستان عزیز، من در وقتی در تاجیکستان بودم، اول تا سال 2005 در کمیسیون آشتی ملی خدمت کردم. در اون سالهایی که همه
جنگ بود، سلاح بود. من عضو کمیسیون اشتی ملی بودم، یاور رئیس کمیسیون اشتی ملی بودم. اینا همه شاید خدمت بزرگ نباشن، اما طول 3 سال از سال 97 تا سال 2000 واقعا کاری آسان نبود در کمیسیون اشتی ملی. و اون کسانی که عضو کمیسیون اشتی ملی بودن تنها چند نفرشون موندن، اکثریت با سبب‌های از دنیا رفتن، خداوند جاشون جنت کنه. ولی حالا ما رو نه، ما جوان هستیم و جوان بودیم، شو جوانترین عضو کمیسیون اشتی ملی بودم. ما رو نه، ولی اونایی که زنده موندن من خواهش میکنم که قدردانی کنن، به قدر آنها برسن، واقعا زحمت کشیدن. من فقط یک هم نداره که خدمت رو بگم، هم فقط دوستان بدانن که چیکار کردیم. وقتی که در شهر وحدت بین نیروهای رحمان گیتلر و نیروهای وزارت داخله قسمی شعبه میلیشیا در وحدت جنگ شد، در اون درآمدگاه رامیت در کمیسیون اشتی ملی واقعا بانگ خطر زده شد که تیرپرانی آغاز شده است و خیلی خطرناک است. ما یک هیئت شدیم از کمیسیون اشتی ملی رفتیم به وحدت. خدا رحمت کند حبیب سنگینوف بود، از طرف حکومت رحمان تغییر رحمانویچ بود، خیلی انسان شریف و چند نفر دیگر. ما هم در اونجا وقتی که رفتیم به شهر وحدت و تازه وارد شدیم، یادم هست در همون سر راه بودیم که تیرپرانی از دو طرف شروع شد. دقیقاً نیروهای حکومت از این طرف، نیروهای رحمان گیتلر از اون طرف، ما در بین دو طرف موندیم و خداوند نجات داد که یک استانوف که همون ایستگاه اتوبوس‌های سمنتی در همون نزدیکی بود، همه دویدیم به تگ همون و تیرها از هر دو طرف میزد. با چی دهشت و بارت و اینا یک گفتشونی دی، تیم گفتشونی در داخل جنگ از دو طرف تیرپرانی. بعد از طریق رادیو به هر دو طرف آرام کردیم و مسئله کمی آرامتر شد و هیئت برگشت به دوشنبه. من فقط یک لحظه را از فعالیت در کمیسیون اشتی ملی گفتم که همین کارا در فیض آباد جاهای دیگر فعالیت در کمیسیون اشتی ملی کاری آسان نبود برای هر دو طرف. حالا کسانی که از این حالت روزها بی‌خبرن، ما هم در همه جا زیاد نمیگیم، بعد میان سوال میگذارن که شما چیکار کردید. خب بالاخره نه تنها ما، دیگر کسانی هم که از طرف اپوزیسیون بودن، از طرف حکومت در روند صلح خدمت‌های کردن به ملت. درست است که الان یک نفر خودش رو حامی صلح و برگزار کننده صلح و همه طرفی صلح میدونه، تمام ملت گیا طرف جنگ بود، همه جنگ کردن بغیر از رحمان فقط صلح کرد و صلح آورد. مگر این دروغ نیست؟ دیگران رفتن در زیر تانک تو ایستادن، دیگران رفتن صلح انداختند، نزد بیدیکا میرفتن، نزد قماندان‌های خب طرف حکومت میرفت، طرف اپوزیسیون میرفتن. رحمان که در کابینت شتا بود، یک مرتبه با اونم زیر کفالت و ضمانت احمد شاه و استاد ربانی خدا رحمتشون کنه و استاد نوری کفالت دادن، یک بار خوسته با هواپیما پرواز کرد، با چرخبال رفت، تمام دنیا را پر میکند که این ریسک کرد و این فلان کرد. ریسک رو اعضای کمیسیون اشتی ملی کردند، ریسک رو امیرقال عظیموف کرد، سید امیر ظهوروف کرد، ریسک رو دیگر کسانی کردن که جام در کف رفتن با نیروهای اپوزیسیون مستقیم شدن گفتگو کردند. ریسک رو قماندان‌های طرف اپوزیسیون کرد، اعضای کمیسیون اشتی ملی کردند، رفتن در گروگان ریزوان بودن، در گروگان حکومتی‌ها بودن، سهراب بودن. خب اینا ریسک کردن، اینا صلح کردن، اینا خدمت بود. دوستانی عزیز، بنابراین همین این سوال ها گاه می شود. اما یک چیز رو در پارلمان چه خدمت کردم، من حرفم این است، یک کارمند دولتی بزرگترین خدمتش به ملت این است که از بودجه دولت، از کیسه مردم ندزدد. اگر همین رحمان ندزدد دیگر هیچ کار نکند، وزیران ندزدن، رئیسان ولایت ها ندزدن، دیگر هیچ کار به ملت نکنند. یک مقامدار دولتی ندزدد از ملت، این بزرگترین خدمتش است. حالا دیگر هیچ کار نکرده باشد. من که اینقدر در مقامات دولتی کار کردم، بیان یک نفر یک حجت پیشنهاد کند، یک دلیل بیارد که از فلان بودجه دولتی، از ملت، از جای، از حزب، از هر جای دزدیدی. خب خدمت ما همین است که صادقانه کار کردیم، وظیفه‌مون انجام دادیم، همین خودش خدمت است. جدا از آن که دوستی عزیزم، حالا نه به خاطر ریا، حالا که سوال دادید مجبوریم دیگر بگیم، اگرچه در سیاست گاه یک ریا کردن، ریای منطقی هم جایز است. خب من حداقل اون کسانی که حالا هستند صدها نفر رو از پول خودم به خارج برای دانشجویان
روان کردم. کدام یک منصبدار دولتی رو شما دیدید که به ملت چه خدمت کرد؟ به دانشجویان. حالا شما شاید فکر کنید که دانشجویان به کشورهای اسلامی رفتن، شاید یک مقدارشون فرستاده باشن به کشورهای اسلامی که در ازهر بخوانند، در دانشگاه دیگر، اما هستن جوانانی که تا امروز در دانشگاه سن پترزبورگ خواندن، اسپیرانتورا تمام کرده ایستادن، در مالزی خواندن، در اروپا خواندن و سلام میفرستن، پیام میفرستن، تشکر میگن. اگر اونا هم که ندارن، خداوند شاهد است، دید است که ما چقدر پول خرج کردیم برای دانشجویان، شاید شمارش صدها نفر باشد، مگر این خدمت نیست؟ کدام حزب را و کدام گروه را، شخصیت سیاسی را شما میدونید که در تاجیکستان در سال 2013 از پول خودش مکتب ساخته است؟ در تاجیکستان حزب خلق دموکراتی از پول خودش ساخت یا حزب دیگرش؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه قمسنگیر از پول خودمان ما مکتب ساختیم. برید از رئیس ناحیه قمسنگیر پرسید، از کسانی که این کار را دیدن بپرسید که نهضت اسلامی تاجیکستان مکتب ساخت. ما فقط مدرسه و مسجد نساختیم، اگر این چی وظیفه مسلمانیمان هست. ما مکتب ساختیم، ما کارهای زیادی کردیم. اگر شما خبر ندارید دوستی عزیزم، نگویید که شما چه خدمت کردید. بازم تکرار میکنم، حالا دیگر خدمتایی که کردیم به ورزشگرا و دیگرها، خب جای خودش نمیخوام زیاد بگم چون یک مقدار خود تعریف کنی و ریا میشود، اما بالاخره این حرف رو نزنید. بازم تکرار من این است که منصبداری که از دولت از ملت دزدی نکند، این خدمتی بزرگ کرده است به ملتش. خواهش میکنم این حرف ما رو به منصبداران دولتی هم برسونید. اما سوال که چرا از بحث با جناب دادا جان عطالوف میگریزم، یک مسئله خیلی مسئله مهم است. چند سوال دیگر هم در این باره هست. دوستان عزیز، من هیچ وقت از صحبت با هیچ کس نگریختم، حتی از با صحبت با حکومتی هم که قدر ظلم میکند هیچ وقت نگریختم. برعکس من یکی از طرفداران اشدی گفتگو مکالمه بودم و هستم. این اصلا فلسفه زندگی من است که کاری را با راهی گفتشونی مکالمه حل کرده میشود، چرا با بحث و جنجال حل کرد. اگر من از بحث و از گفتگو میگرفتم، من به برلین به نزد دادا جان عطالوف نمیرفتم. خودم رفتم، زنگ زدم، شیشتیم صحبت کردیم. مگر کسی به من زنگ زد است که دعوت کرده است به ملاقات که بیا که من رد کرده باشم؟ من زنگ زدم، من رفتم، من شیشتم. نه تنها به نزد دادا جان عطالوف، من به هر کجایی که در اروپا سفر کنم، وینا رفتم، با بچهای گروه 24 با برادران رهبریت گروه 24 ملاقات کردم تا اون وقتی که خودشون میخواستن و حتی درخواستم آخرین بار کردم که بشینیم صحبت کنیم. و گفتن ما حرفی برای گفتن نداریم. در پولش هم، در ورشو هم، در آلمان هم، در همه جا هم با همه من صحبت میکنم. کی گفت است که من از صحبت فرار میکنم، میگریزم؟ بله، بعضی دوستان میگن که شما چرا در فیسبوک دیبات نمیکنید؟ دوستان عزیز، ما که کمدی شو کردنی نیستیم، سیاستمدار هستیم. من نه ژورنالیست هستم، من نه یک کارمند دیگر چی هستم. در فیسبوک من چگونه صحبت میکنم؟ با کی؟ حالا از همه مهم، خب صحبت کردیم، نتیجهش چی؟ فایدهش به مردم چی؟ این صحبت ما و شما در فیسبوک فایده دارد به مردم. مردم سوال میتونن، جواب میشنون، بحث میکنیم. اما ما بیایم تصور کنید که با دادا جان عطالوف در فیسبوک بحث کردیم. خب یک سوال او، یک سوال من، یک جواب من. یک سوال رو مردم میگن که آفرین دادا جان عطالوف حق بود، در سوال بعدی میگن که آفرین کبیری حق بود. فایدهش چی؟ خب فقط هم که مردم بگن که بله فلانی زور بود، فلانی میتونست از بحث کرده. یک کاری که من برای مردم فایدهش نمیبینم، چرا این کارو کنم؟ واقعا منطق ندارد این چیز. اما الان اعلان میکنم، همیشه گفتم، فردا من حالا دعوت کرده شدم، بیاید بشینیم ملاقات کنیم. در همون صحبتی که با محترم دادا جان عطالوف کردیم، خیلی شخصیتی با فرهنگ خدمت کرده، ما گفتیم دوستی عزیز بیاید دیگر از این بابت دائم بشینیم صحبت کنیم، هیئت رو معین کنیم، باید همکاری باید کرد. و نمیدونم بعدا چی شد راست دیگر، منم حیران موندم. اما اینکه بیایم در فیسبوک بحث کنیم، فکر میکنم که چندان طرح خوبی هم نیست. الان اعلان میکنم هر ساعت، هر جا، هر کسی باشه، فرق نمیکنه چی دادا جان عطالوف، چی یک شهروند عادی تاجیکستان بگه که من حرفی برای گفتن دارم، در دوام یک هفته دیرش شاید که زودتر من بیام در هر نقطه اروپا با او ملاقات کنم. و تا امروز هم کردم. مثلا یک نفر بگه که فلانی رو من پیام فرستادم، زنگ زدم که میخوام ملاقات کنم، کبیری نگفت. نه، اما در فیسبوک خواهش میکنم ببین دیگر همه چیز جای خودش رو دارد. فیسبوک بله ما سوال میکنیم، صحبت میکنیم با مردم.
اما دو سیاستمدار بیان در شبکه‌ها صحبت کنن، نه زیبی هم سیاستمدار هست و نه مردم رو ما احترام کردیم. خب یک سوال دیگر هم از استودیو آمده است که چرا محض در صدر پیمان ملی تاجیکستان قرار گرفته؟ اتفاقا همین سوال در چند تا از سوال‌های دیگر از دوستان هم هست. من به این سوال جواب میگم وقتی که دوستان ناراحت نشون، اگر وقتی که به سوال‌های مشخص میگذاریم به همین سوال دیگر تکرار نمیکنیم. خب انتخابات بود در پیمان، نامزدها معرفی شدند. هر حزب و حرکت، 4 حزب و حرکت نمایندگان خود را به شورا 3 نفری پیشنهاد کردند. در اونجا برابر، در اساس برابری، هنوز هم در اساس برابری هست و انتخابات صورت گرفت. اکثریت به نامزدی ما رای دادن و ما هم رئیس پیمان ملی تاجیکستان انتخاب شدیم. دیگر مسئله همین است، یگان مسئله پس پردگی دیگر ندارد. اگر هر دوست دیگر هم که انتخاب میشد، مطمئنم این 15 نفر عضو شورا و 10 نفر کارمندان پیمان حتما که همین شکل اطاعت میکردند. خب حتما درباره پیمان باز جاهای دیگر صحبت خواهیم کرد. اینجا من میخواستم با اجازه دوستان و سوالهای یک دوست دیگر همون بگذاریم که خیلی زحمت کشیدن، آقای شریف جانوف. البته یک کمی در اول صحبت هم خیلی تون صحبت کردن که تا پخش زنده با مردم صحبت نکنید. شما هیچ کس هستید آقای کبیری که خب خدا را شکر شروع کردیم، پس البته یک کسی هستیم و لیچن از باوری مهاجرین برآمدید یا برآمده است. تا خدا را دعا میکنیم که پروردگار ما را سزاوار باوری هم مهاجرین و همه ملت عزیز بگرداند و یگان حرکت و عملی در مبارزه از طرف شما نمیبینیم. یاد بگیرید مبارزه را از دیگر مبارزین. انشاءالله ما در حالت آموزش هستیم و آیسته آیسته میبینید که آموخته شدیم، یاد میگیریم سیاست رو و از دیگر برادران مبارزه بردن رو و دعا میکنیم که ما را هم پروردگار در صف اونها قرار بدهد. و میگید خود رو مخالف میگیرید، یک بار همه رو یک بار احمق کرده، در آخر گریختید. همه به امید مخالفین درونی بود و شست مردم رو گرداندید. خب دوست عزیزم شریف جان، این مسئله که آخر در گفتید خیلی مسئله مهم است که یعنی یک بار شست مردم رو گرداندیم و همه به امید اپوزیسیون داخلی بود که اگر اپوزیسیون داخلی خیزد، منظورشون شاید همون 10 اکتبر 2014 که وقتی که انقلاب اعلان شد شاید همون باشد. ما همون وقت موقع رو گفتیم، حالا هم تکرار میکنیم و خواهش میکنم دوستانم خیلی با دقت این مسئله رو توجه کنن. اولش این که انقلاب با اعلان نمیشه. در تاریخ یگان انقلاب شما ندیدید که اعلان کرده باشند که روز فلان ساعت فلان مقدار آدم ما به میدان میریزیم. شما برای تاریخ انقلاب‌های از انقلاب فرانسه شروع کرده تا بلشویک‌ها، تا انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و این انقلاب‌های اخیری که در کشورهای عربی و در اوکراین و در گرجستان و اخیراً در ارمنستان هم رخ داد. شما در کجا دیدید که یک رهبر سیاسی یا یک حزب سیاسی آمد و فلان روز انقلاب رو تعیین کرد و اون انقلاب شد، عملی هم شد؟ نداریم این چیزا. پس به امید اگر شما به امید بودید که از بیرون ایستاده دوستان عزیز، برادران محترم، انقلاب رو اعلان میکنید و مردمی در داخل بوده میخیزن انقلاب رو انجام میدهند و شما با هواپیماهای ترکیش ایر و فرانس ایر و ایرافلات وارد دوشنبه میشوید، این یک خیال خام است و این حالا همینجا گفتید که مردم رو احمق کرده، برعکس این احمق کردنی مردم است. خب اگر من انقلاب کردنی باشم، حداقل روز انقلاب رو اعلان نمیکنم، بعدن خب خودم میرم در داخل، همونجا هستم در پهلوی مردم. مثلا انقلاب تونس شروع شد از اون که اون جوان تونسی خود را آتش زد، مردم در هم داخل بودند، انقلاب کردن. یا انقلاب‌های دیگر هم درست است که رهبریت میتونه در بیرون باشد مثل بعضی رهبران انقلاب‌های دیگر، اما نباید روز انقلاب خودش باید طبیعی به وجود بیاد. مردم اون روز فرا میرسد و حتما در تاجیکستان هم فرا خواهد رسید، اما شما بیاید از قبل روز رو تعیین کنید، کاری خوبی نیست. اتفاقا من این رو هم بگویم اینجا،
برادری که حالا نامش رو نگیرم به من پیام فرستاد که دوستانی که انقلاب اعلام کردند و شما یک پیام فرستادن، چون این بعدی صحبتی یکی از صحبت‌های من بود که ما حزب نهضت در این خیابان نمیرویم اون روز، که خب شما اگر اون روز انقلاب کردنی نیستید حداقل بر مقابل انقلاب گپ نزنید. من گفتم خیلی خوب، ما بر مقابل این دیگر اون صحبت شد، دیگر گپ نمیزنیم، اما خواهش میکنم گفتم پیام مرا با دوستانی که انقلاب اعلان کردن برسونید. یکم چون ما وضعیت رو از داخل میبینیم، ما بالاخره تجربه یک کمی سیاسی داریم، با مردم کار، با مردم، با ساختار دولتی داریم در اینجا. اولش این که بیرون تصمیم خود را تغییر بدهند، اصلا بگویم که انقلاب با سبب‌های در روز دهم برگزار نمی‌شود و وقت دیگر مانده شد. اگر میخواهند میترسند که مردم آنها را دروغگو اعلام نکنند، بگویند که کبیری نامردی کرد، کبیری قبول نکرد، همه عیب را به دوش من بزنند، همین تاریخ را به یک وقتی نامعین پرتایم. در پیش انتخابات داریم، در پیش کارهای دیگر است، نکنید این کارو. با دیگر حزب و حرکات باید مشورت کرد. بالاخره نباید، خوب نیست که یک گروه بیان از بیرون روز و ساعت را تعیین کنند، دیگران باید که در خدمت این بزرگوارا باشند بدون هیچ تحلیل و بررسی. بعد اگر که نرفتن اینا خائن، اینا ترسو، اینا فلان و بهمان. من گفتم خواهش میکنم این پیام ما را و این خواهش برادرانه ما را همچنین مبارز برسان که ما مخلص هستیم، ما طرفدارشون هستیم و دلمون میخواهد، چون هدفهای ما مشترک است که بالاخره تاجیکستان آزاد و مستقل و دور از این ظلم و بدبختی ها باشد. و برگشت بود که بله من پیام را رساندم، انشاءالله در صحبت بعدی از طریق رادیو زل و هر چی اعلان میکنن و این خبر رو میگن. من دقیقاً دیگر گفتم خیلی خوب، بچه‌ها رو دوستا رو گفتم که بیارید رادیو رو و من بشنوم صحبت دوستا رو و بله گفتم که چنین ما پیام فرستادیم و که همین کار رو متاسفانه این برادران نامردی کردند و خیانت کردند و این برادران ترسیدند و به میدان نمیبرایند. من خیلی خرسند شدم تو اینجا، گفتم که الان خدا را شکر که اگر چه ما رو هم گفته ایستادن متهم میکنن، خیلی خوب بگذار متهم کنن، مهم که این کار به مشورت نشود. اما در جمله بعدی گفته شد که اما ما با وجود این هم به میدان میبریم. خب اینا خیانت کردن، اینا ترسو هستن، اینا فلان هستند، اما ما با میدان میبریم. دیگر با اون دوستان گفتم که چی شد مگر نگفتید؟ گفتم که ما رسوندیم ولی دیگر خب گفتم ما امانت خود را اجرا کردیم، شما شاهد، خداوند شاهد است که مردم نمیبرایند و این کار شدنی نیست. حالا هم وقت هست، چند روز دیگر باقی مونده است، این حرف را برسونید. ولی خب دیگر گفتن بعد که رسوندیم اما کار شدگی شد و حالا دیگر ما متهم به آن که پیش راه این انقلاب را یا انقلاب میشد و ما گرفتیم. اگر انقلابی که هیچ کس نبراید، خب اگر انقلابی که به یک گپی کبیری یا به نبرآمدن نهضت اون انقلاب نشد، پس اون انقلاب نبود است دوستان. پس شما حرفتون در مردم نمیگذشته است که حرف ما را شنیدند و نبرآمدند. حالا که این طورم نبود، مردم شرایط دیگر خیلی است. برای انقلاب باید سبب باشد، برای انقلاب باید یک مسئله پیدا شود که مردم با جوش بیایند، چه که در انقلاب‌های دیگر شده است. اما همین که فقط این خواهش یک ایده از برادران دوستان هستند، برادران در آینده این گونه انقلاب‌ها نخواهد شد. انقلاب وقتی میشود که شما با مردم کار کنید، هدفتون رو بفهمونید، با مردم این گونه صحبت‌ها شود و مردم احساس کنند که واقعا وقتی آن رسیده است که برخاست. با گفته رهبران انقلاب، لنین یک گپی، حالا لنین رو چی دوست می‌دارید نمی‌دارید، لنین یک گپی خوب درباره انقلاب دارد که революция это когда верхи не могут управлять по-прежнему, а низы не хотят жить по-старому или по-прежнему. То есть وقتی که دیگر نمیتوند بالا با مثل پیشین رهبری کرده و پایین دیگر تحمل این وضعیت رو ندارد، میشد شرایط پردیولوشن سیتواسیون پیش از انقلابی. حالا شما چند کتاب درباره انقلاب خوانده شد، چند انقلاب دیگر تحلیل کرده شد که بعد میه طرح انقلاب میتیم. برای این دوستی عزیزم شریف جان و این جواب به دیگر دوستانم هست که همیشه این گپ‌ها رو در همه جا میگن که خب نهضت نکرد انقلاب، نهضت نخواست. برادران عزیز، نهضت یک نیروی تجربه دار هست و مسئولیت داره در پیش ملت
و این همه صبر و تحملش فقط به خاطر آن است که خون مردم ریخته نشود و اگر خون ریخته می شود به خاطر یک هدف، به خاطر یک برنامه ریخته شود. اما نه که بیایم و بدون برنامه مردم رو به خیابان بکشیم. اما دوستان عزیز، اونهایی که طرفدار قیام مردمی و انقلابا هستید، این روز فرا خواهد رسید. شما آمادگیتون رو به اون روز برسید که واقعا هم ملت بخواهد این تغییرات رو. الان اون وقت میشود یک کاری انجام دادن، نامش رو هر چی میخواید بگذارید، انقلاب، خیزش مردمی، نهضت مردمی، بیداری مردمی. مگر دوستان ارمنی ما و شما طرح انقلاب کشیدند و اعلان کردن؟ نه، منتظر بودن وقتی که این سرکیسیان خاص دیکتاتور نوبتی شاد رحمان نوبتی و با این تغییرات کنستیتوسیا باز در قدرت بماند، مردمی آگاه و بیدار ارمن گفتن نه جوره، این دیگر مسئله، این ارمنستان تاجیکستان نیست، ارمنستان یک کشوری به اصطلاح بنانوی نیست که شما هر چقدری بخواهد خودت و فرزندت رهبری کنید. ما ملت هستیم، ما خودمون رو احترام میکنیم. به شما جواب مردم مصالحت آمیز خستن در خیابان ها ریختن، نه با آنکه یک جا رو شکستن، کسی رو غارت کردن، خدای نکرده کسی کشته شد، دیکتاتور رو گسیل کردن. الان ببینیم که این آقای جدید پشینان چیکار خواهد کرد. مگر این تجربه نیست؟ مگر اینو از قبل اعلان کردن؟ اینا با مردم کار کردن، مردم آگاه شد که اینا چی برنامه دارن. بیاید یک دو سال دیگر، چند سال دیگر، حالا خداوند خودش میداند که سال میکشد، ماه میکشد، اینو هیچ کس نمیداند. با مردم کار کنید. مردم که اعتماد کرد، مردم که درک کرد که از این به بعد زندگی کردن در این شرایط این تحقیر ملی هست، این اصلا دیگر امکان ندارد. ما از کشورهای افریقایی هم پایان رفتیم در تمام مسائل ها. این رو مردم باید درک کنند. حالا باور کنید یک قسمتی از مردم مثل که ساکنان کره شمالی باور دارن، شاید باور کنن که ما یکی از بهترین وضعیت رو در جهان داریم، بالاترین پرچم، نمیدونم بالاترین زیباترین بنا، فلان و فلان. این مقصودی که از طریق تلویزیون میشود مردم رو تاثیر دارد. مردم کره شمالی فکر میکنن که در نوبت ایستادن برای برنج، با سفارش گریه میکنن، با سفارش میخندن، ولی تصور میکنن که بهترین ملت هستن و بهترین شرایط دارن. یک قسمی از مردم تاجیکستان با این مقصودی رسانه‌های دولتی تقریبا همین گونه فکر میکنن. بیاید با مردم کار کنیم. یک سال، دو سال، سه سال مردم که فهمید، انشالله روز و ساعت خستنی مردم فرا خواهد رسید. اون وقت دیگر مردم از ما و شما هم نمیپرسند. دیگر وظیفه یک حرکت و رهبریت سیاسی این است که این خیزش مردمی را بتواند خوب مدیریت کند. زنده باشه دوستی عزیزم. اگر دوستان در استودیو یگان سوال دیگر دارند بفرمایند و بگذاریم با سوال‌های دیگر. فقط خواهشم این است که وقت رو معین کنم تا اینکه مردم رو خسته نکنیم، چون سوال‌ها خیلی زیاد است. منم وعده دادم که خیلی کوتاه صحبت میکنم، اما مسئله خیلی مسئله مهم هستند که نمیشد با یک دو جمله جواب گفت و اونم یک مقدار به احترامی نسبت این دوستان عزیز خواهد بود. در استودیو خب اینجا اشاره شد که ما دوام بدیم سوال‌ها رو. این دوست عزیزم یک سوال دیگر داده است که شما رو به نام رئیس حزب اسلامی میشناسند، چرا که سال نو نصرانی را شما تبریک میگویید؟ چی امید کنیم؟ چرا این کارها رو میکنید؟ من دوست عزیزم شریف جان به این سوال شما شاید در یک جای دیگر جواب خواهم گفت، چون این مسئله هم مسئله دینی هست هم فرهنگی هست، شاید که کمی ما رو به طرف دیگر میبرد. اما فقط مختصر میگم که بله من تبریک کردم هموطنان و تمام کسانی رو که این جشن براشون عزیز است. حالا من این رو نه جشن نصرانی نه جشن یگان دینی به حسابم، همچنان که نوروز رو در جای دیگر در این باره هم صحبت خواهیم کرد حتما انشاءالله. اما عزیزان این هموطنان ما هستند. برای یک مقدار از همشهریای ما سال نو اهمیت دارد. بالاخره سال نو هممون است، هممون با همین سال نو زندگی میکنیم. تبریک گفتن یک نفر با آن چیزی که براش عزیز است چی بدی دارد؟ خب نه همه مسئله رو از نگاه دینی نگاه نکنیم. این یک قسم از مسئله ها فرهنگی است، یک قسم از مسئله ها انسانی هست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه، شما یک بار تاریخ رو ببینید، تمام این تاریخ هایی که هست ورق بزنید، فارسی هم هست، روسی هم هست، شاید تاجیکی هم چاپ شده باشد، که مناسبتشون با یهودیان مدینه چگونه بود، با نصرانیان چه بود، حتی با مشرکان چگونه بود. یعنی ما نباید با این هموطنان خودمون، با این دوستان که فقط به خاطر اونا که بعضی ها میگن این جشن دینی هست تبریکشون نگیم. خب این مسئله بحث‌های فرهنگی و دینی است، انشاءالله در صحبت‌های بعدی خواهیم کرد.
یک دوستی دیگر از اسمش رو نمیگیرم چون خیلی جرأت کرده است با اسم نامش از روسیه یک مهاجر مثل زنگ تلفنی کرده است و دوستا بعد نوشتن اینجا به من حداقل چنین گفتند ولی چرا اسمش رو گفته است شاید براش ضرر داشته باشد به این خاطر من اسمش رو نمیخونم. گفته است که سلام و درود فرستاده است و گفته است یک گروه از مهاجرین در اینجا منتظر دست جمعانه منتظر این صحبت ها هستند سلام رساندند و اظهار آن کردن که هستند با پیمان و با نهضت و اما سوال دارم تا کی ما در اینجا در هجرت و در دور از وطن میگردیم و این حال تا کی. دویم سوالشون این که التماس برادر سلیمان دولت رو نصیحت کنه که دیگر حاجی میرزا رو هیچ چیز نگوید وگرنه لطمه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میزند. خب دوستی عزیزم اولش به همون سوال اولتون سلام ما رو به این مهاجرین برسونید. واقعا دلم براشون تنگ است چون من سالهای پیش همچون دپوتات همچون رئیس حزب از ولادیوستوک سر کرده یادم هست تا کالینینگراد تا سنت پترزبورگ میگشتیم و هفته ها ماه ها با مردم در همه جا یکاترینبورگ نوسیبیرسک خلاصه شهر بزرگ نمانده بود افق از آن که با مهاجرین ملاقات نکرده بودیم. دقیقاً اون کاری که الان ما میکردیم اون زمان ها بعد حکومت هم فهمید و این رو جمع کرد و خلاصه حالا خودشون هیئت دارن میفرستن با مردم همون کارها رو مثل همیشه همون کارها رو تکرار میکنن که مخالفین شروع میکنن. دقیقاً همون از اول میان مخالفین رو سرکوب میکنن میگن حرفای شما غلط نادرست بعد خودشون میان دقیقاً همون کارها رو میکنن که مخالفین 20 سال پیش 10 سال پیش 5 سال پیش گفتن یا کرده بودن مثل امام ابو حنیفه و مثل جشنهای دیگر و دیگرشون. ولی اون طبیعتشون است اول میان سرکوب میکنن اول میگن غلط کرده بعد خب همون کارهایی که من رفتم غلط بودن اینقدر سفیر تاجیکستان اون وقت دیگر کس بود این سفیر یک نامه دوردراز به پرزیدنت و با پارلمان نوشت در ضد من که این آمده است با مهاجرین صحبت میکند اجازه ندهید اگر که کار غلط بود چرا خودتون میرید پس کاری درستی بود است فقط این حسد است این ناتوانی هست در سیاست که خودتون یک کار میکنید میخواید که دیگران نکنند. سلام ما رو به دوستان برسونید ان شاء الله روز فرا میرسد که باز با هم یا در روسیه یا در جای دیگر در وطن بهترش ملاقات خواهیم کرد. اما درباره برادر عزیزمون سلیمان گفتن که دیگر حاجی میرزا را هیچ نگویند. یک چیز به یادم آمد که برادر خیلی هم خوش سخن و جسورمون سلیمان که واقعا هم یک انسان خالص است و کمی احساساتی صحبت میکند. حالا نمیدونم من انصافا ندیدم شخصیت دیگری ملی مذهبی و واقعا هم ارزنده کشور حاجی میرزا رو چی گفته باشد. شما خواهش کنم که بعد بیارم ببینم. اما یک چیز مطمئنم باور دارم که اصلا از دایره آداب و از دایره شاید خدای نکرده تحقیر نکرده است و ثانیاً هیچ باور ندارم که حاجی میرزا را سخت‌تر از من گفته باشد سلیمان. این برادر سلیمان اگر یک وقت دوستا با من چند تا ثبتشون اون سالهای پیشتر وقتی که همه دیگر برادران مخالف فقط سیاست تحقیر و توهین علیه من بود بعد گفتن که همین برادرم یک چیز شنیدم چند دقیقه خیلی تند و خیلی حتی از مرز تندی هم اون طرف گپای استفاده کرد. گفتن چی بگم گفتم هیچ چیز این برادر از دلسوزی بگد وقت نشون میداد باز ان شاء الله شاید ما هم کمبودی داریم خود را اصلاح میکنیم ولی فعلا هیچ چیز نگید. یعنی منظورم این است که حتما که حاجی میرزا رو از من سخت‌تر نگفته سلیمان. اما خواهش میکنم از آقای سلیمان هم اگرچه به عضو نهضت نیست حالا شاید که با اصطلاح هم پیمان یا اینکه هم فکری پیمان ملی هست یا نهضت هست اما این برادر عزیز تا حال عضویتش رو ندارد. ان شاء الله امید داریم که در آینده عضو خواهد شد. و خواهش هم این است که نسبت شخصیت‌های دیگر بخصوص این بزرگوارانی که در داخل کشور هستند همه تنها سلیمان این پیام من به همه برادران هست که احتیاط کنید رعایت کنید احترام را. اونها در یک حالت دشوار قرار دارند تحت فشار هستند بالاخره اونها هم نفس دارن اونها هم منصب دارن داشتن یا میخوان داشته باشن فشار بالاشون است. وقتی میگن که نجات خود در همون است که علیه نهضت یا گروه 24 یا علیه کبیره حرف بگوی صحبت کنی بنده خدا اگر با همین تنقید من جان خودش رو بخرد و ریسک فرزنداش رو نجات بدهد خب دیگه اجازه بدیم این مقدار که همین کار انجام بدهد. البته من خواهش دارم از این بزرگواران
بیاید پیمان ملی و نهضت و گروه 24 و دیگر ساختارها رو مانید. هر چی گفتنی دارد علیه من بگید. حالا ما دیگر عادت کردیم از امام خطیب ها، زندانی ها، هر کسی هست در ویدیوتون اگر فکر کنید که این حرفاتون کمک میکند به شما که مثلا زندانی نشوید، از منصب نمونید، گفتن بگیرید. دیگر من این آمادگی را دارم، چون از این بیشتر دیگر زیر من هیچ گفته نمیشود. خب بالاخره هر چی که بود گفتم. خب دیگر انشاءالله که این صبر و تحمل رو داریم. اما خواهش من از دوستان همین است که نسبت این بزرگواران مراعات کنن. اینا ستون هستن، اینا واقعا زحمت کشیدن. اما یک خواهشم از این بزرگواران دارم، حالا شخصا به استاد حاجی میرزا نه احترام دارم، به همه بزرگواران. بله جایی هست که ما درد میکنیم، شما حرفای میزنید، اما یک چیز رو انصاف میگن، یک چیز رو چارچوبی اخلاقی و ایمانی و عقیدتی میگن. خواهش من این است که از این چارچوب بیرون نروید. حالا درست مثلا فشار آوردن داریم بعضی بزرگواران دیگر که آشکار گفتن نه ما زیر اینا هیچ حرفی نمیزنیم، میپرونید، زندان میکنید. خب جای اونا کم نشد، دیگر هستن، زندگی دارن. اما اگر بسیار مجبور هستید از همون معیار بیرون نروید. من وقتی که با مفتی جناب مفتی یا رئیس شورای علما در تهران در حاشیه همون کنفرانس ملاقات کردیم، سلام علیک کردیم، گفتم جناب مفتی من خواهشم این است چرا این حرفا رو از منبر پیامبر اکرم صلوات الله علیه میزنید؟ خب منبر مقدس است، امر معروف کنید، گپ زنید، حتی زیر من یگان کمبودی باشد گپ زنید. اما خودتون میگید که اسلام رو از سیاست جدا کنید، بعد میگید کاملا منبر رو سیاسی میکنید، علیه یک حزب سیاسی موقع گیری میکنید، مثل که شما رئیس یک حزب سیاسی باشید. و از همه بدترش چرا دروغ میگید؟ گفت که وضعیت ما رو خوب درک کنید شما و ما در چه شرایطی، ما در چه وضعیتی، ما خود دیگر خودتون میفهمید. برای گفتم میفهمم، شما خب تا یه حد میفهمم اما دروغ رو نمیفهمم. گفت خب دیگر تمام. اما رفت چند هفته نگذشت باز همون کبیری در فلان جا ویلا دارد، در فلان جا در استانبول فلان چیزو. خب جا نشانته، خب ویلا دارم، چیز دارم. خب نباید تو این حد رفت. یعنی حالا من این را همچون مثال میارم که دیگر بزرگواران درک کنن که بله ما شما را میفهمیم، حس میکنیم چی فشار است. تنها شما نه، ملت تاجیک 9 میلیون تحت فشار است، زنها، مادران هر روز برده آورده شدن. شما که یگان چیز زیادتی نداره، خب تحمل کرده. دیگر این سنت پیامبر است. پیامبران بزرگ رفتن زندانی شدن، اذیت کشیدن. شما خودتون کو پیروی پیامبران میدونید. امام اعظم که خود را پیروی امام اعظم میدونید از طرف حاکم زمان زندانی شد. خب شما که خود را حنفی میدونید، ماها را برآوردید از حنفیت. حالا کیم چه حساب میکنید، گاه شیعه و گاه سلفی و گاه داعشی و اینا. حالا شما حنفی، خب حداقل مثل ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل کنید. چیکار کردن وقتی که حاکم اومد؟ حاکم مسلمان بود، حاکم نماز میخواند، دلیل داشت به خودش، اما گفت نه این کاری تو خلاف شریعت است، من این رو قبول نمیکنم. مفتی قبول نکرد مفتی شود، گفت تو مرا مجبور میکنی یا فتوای دیدم که علیه یک مسلمان باشد، علیه دین باشد. زندانش کرد، بالاخره در زندانم کشته شد. خب حداقل از ابو حنیفه پیروی کنید. اما متاسفانه نه از ابو حنیفه پیروی دارید، نه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه پیروی دارید، نه از بزرگان دیگر ملت از دین پیروی میکنید. فقط حرفتون همی که کبیری شیعه شد، نهضت شیعه هست، گاه سلفی هست، گاه داعشی هست، گاه این است. خب خوب نیست. و این جوانان هم بعد مجبور میشوند گاه دیگر چیکار کنن؟ این جوانی که دلش به ملتش میسوزد، به دینش میسوزد، خب من صبر دارم، احتیاط میکنم، رعایت میکنم. خب این جوانا هستن، اینا شما رو همچون پیشوا میدونن، شما رو همچون شخص معتبر میدونن. دیروز یک حرف میزدی، این روز یک حرف دیگر. خب دیگر وقتی که گفته دیگر اینا میگن. اما بازم از برادرمون سلیمان از دیگر دوستان خواهش میکنم که در مناسبت با این بزرگواران احتیاط کنن، با ادبانه رفتار کنن که انشالله همینطور خواهد بود. حالا از استودیو باز یک سوال فرستادن، چون این سوال هایی که دیروز و پریروز آمده بود، این سوال هایی که از استودیو میاد مثل که آنلاین مستقیم به استودیو میفرستن. آقای امانزاده غفور چرا بیدن که شما در اروپا میگذرانید، از حسابی کی گذرانده میشد وقتی که همه اعضایان شما با کمک پولی روز میبرند؟ بسیار سوال خوب است. اتفاقا همین سوال در یک سوال یک نفر دیگر هم
بود، البته با کمتر معنای دیگر. اون کس گفته است که شما بگویید که مبلغ گذار شما جمهوری اسلامی ایران هست یا نیست. من با اجازه چون وقت کوتاه شود این چند سوال هایی که مانند هستند به هم یک جا میکنم، یک جواب میگم، شاید که در اون وقت بعد دیگر این سوال رو تکرار نکنیم. من مبلغ گذار اساسی نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان و این چهاربینی های ما، میخواید من سیر آشکار کنم کی است؟ حکومت جمهوری تاجیکستان. آشکار. نه ایران است، نه پاکستان است، نه امریکا است، نه آلمان هست، نه حالا کسی دیگر هست. حکومت جمهوری تاجیکستان است. چگونه مبلغ گذاری میکنه؟ خیلی عادی ساده. شما که علیه مردم ظلم میکنید، علیه نهضت ظلم میکنید، علیه پیمان و انجمن و علیه گروه 24 ظلم میکنید، مردم، نه تنها مردم، بسیاری از سازمان ها، بسیار از کسانی که واقعا میخوان تاجیکستان یک تاجیکستان آباد و زیبا و مستقل باشد که در آن هیچ کس اذیت نشود، اینا میان ما را کمک میکنن. مردم هم کمک میکنن. بله کمک پولی میگیرن. خدا خیر بتد کشورهای اروپایی را و اینا کمک پولی میکنن. این بیچاره از حساب یعنی همون کمک پولی خودشون، اونا که در اروپا هستن، کمک میکنن. مثلا حاضر ما باز چاره‌بینی داریم، در پیش اعلان کردیم دوستان رو که برادران ما زیاد در یک سال بسیار داشته باشیم 3 4 حد اکثرش 5 چاره‌بینی داریم که نیاز به مبلغ داریم. خب جمع کنید دیگر 5 یورو 6 یورو هر کس چی مقداری داره. اما دیگر تاجیکان که در فقط در اروپا نیستن، در روسیه هستن، در ترکیه هستن، در سراسر جهان هستن، در امریکا هستن، اونا هم ننگ دارن، ناموس دارن. خب شما البته ما نمیخواهیم که شما بالای مردم ظلم کنید، ستم کنید، اما بدانید اون مقداری که شما تا کدام روزی که این سیاست رو دوام بدهید، مطمئن باشید که حرکت های اپوزیسیونی در خارج کشور مبلغ خواهند یافت، مردم کمک خواهد کرد، در آینده بیشتر خواهد شد و نتیجهش رو انشاءالله خودتون هم خواهید دید. خب یک دوست دیگرمون سوال داده است، امیرخان کمالوف گفته است که چند سوال است، کوتاه دست در نکند. گفته شما که رئیس پیمان ملی شده، در آینده تقدیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چی می شود؟ آیا منبع با مردم روبرو صحبت کردن نیت دارید؟ آیا در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شخص را تیار کردید که بتواند جایگزین شما باشد؟ خیلی مختصر دوستی عزیزم امیرخان، تقدیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون طوری که بود هست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خدا را شکر بعد از اون که به عضویت پیمان قبول شد، قوی‌تر شد، کارش فعالیتش بهتر شد و نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من باور دارم که انجمن آزاداندیشان هم بعد از پیمان قوی‌تر شد، انجمن مهاجرین آسیای مرکزی، حرکت اصلاحات اقتصادی تاجیکستان. چرا؟ برای اینکه ما در پهلویمان، در کنارمان باز برادران دیگر را داریم، حس میکنیم. نهضت اسلامی تاجیکستان با آمدن این گروه ها در پهلوی ما در یک زیر چتر پیمان ما قوی‌تر شدیم. همچنین باور دارم که انجمن آزاداندیشان تاجیکستان قوی‌تر شد از آنکه نهضت اسلامی تاجیکستان ما در کنار آنها قرار گرفت و دیگر دوستانمان که در اینجا هستند. بنابراین شما نگران تقدیر حزب نباشید. حزب فعالیتش را همون طوری که هست باز قوی‌تر ادامه خواهد داد. بالاخره پیمان معنا ندارد که دیگر حزب و حرکت ها از بین بروند یا فعالیت خود را قطع کنند. نه، این ائتلاف پیمان معنی دارد که در اینجا چند حزب و حرکتی مستقل هست و اینها حتما در آینده فعالیت بهتر خواهند داشت. بله ما صحبت های روبروی مردمی را ادامه خواهیم داد. من حالا نمیگم که این هفته‌ای میشد، مثلا 10 روز یک بار میشد، اما مطمئن باشید که در یک ماه دیر شاید 2 بار ما این کار انجام دهیم. روز و ساعتش رو نوبتی رو بعدا اعلان خواهیم کرد، چون خیلی سوال ها زیاد است. دقیق که در این صحبت همه رو جواب نخواهیم گفت. اون که درباره آیا کسی دیگر تیار است، ببینید بله ما داریم تیار میکنیم. برای انجمن حزب در ماه سپتامبر 2015 ما چند نفر آماده کرده بودیم، 5-6 نفر از برادران حزبی این امکانیت و صلاحیت رو داشتن که رئیس حزب باشن و فکر داشتیم که یکی از معاونین یا یکی از برادران بیاد به مسئولیت حزب، چون که من خودم شخصا طرفدار بودم و میمونم حالا هم که
نه تنها در حکومت بلکه در حزب‌های سیاسی هم این تغییریابی‌ها باید همیشه باشد، چون بالاخره به کرختی آورده میرساند. اما حزب سیاسی همیشه از حکومت فرق میکند. در یک حزب سیاسی چون اونجا همفکرا هستند، مثلا در شرکت خصوصی، در یک کارخانه، در یک حزب سیاسی، این وابسته به رأی همون مردم هست. مثلا در همین آلمان خانم مرکل 16 سال بود به فکرم، یا کمتر زیادتر یادم نیست، حداقل اون گلموت کول 16 سال بود، ولی این خانم چند سال بود، چند دوره رئیس حزب بود، ولی اخیرا خودش رفت. خیلی اشکر، راحت، و من خیلی خوش اومد این کارش. و همون مثل که من 2 مرتبه استعفا دادم. اگر این شرایط استثنایی و اضطراری نمی بود، دقیقاً شما مطمئن باشید که حتما مسئولیت حزب را یک کسی دیگر میگرفت. اما یک حالت خاص پیش اومد که چند مدت دیگر ما مسئولیت و وظیفه خود دانستیم. الان هم داریم اون برادران تیار کرده ما متاسفانه همش زندانی شدند. خیلی هر کدوم اونا میتونست رئیس یک حزب باشد، اما الان داریم در این مدت باز کسان دیگر رو آماده کنیم که انشالله به زودی مسئولیت رو خواهند گرفت. خب یک دوست دیگرمان با نام سلمان سلطان سوال داده است که درباره انتخابات های 2020 درباره اشتراک کردن رحمان. دوستی عزیزم، اگر شما راضی باشید، چون مسئله خیلی مسئله سیاسی هست و مربوط به دیگر موضوع هست، من یک صحبت خاص رو هم به پیمان در آینده خواهم کرد و هم به حزب نهضت و شاید که در موضوع انتخابات هم یک صحبت میکنیم. و اگر شما اجازت بدید، حالا فعلا من این سوال شما رو به وقت دیگر خواهم گذاشت. یکی از دوستان دیگر با نام همچنین امیر قیوموف سوال دادن. سوال‌های این دوست رو هم و اینچنین سوال‌های دوستمان سعید سفروف رو هم به وقت دیگر میگذارم، چون در یک موضوع پای هم صحبت کردن شاید که کمی برای مردم خسته کننده باشد. اگر از استودیو یگان سوال دیگری نباشد، من ادامه دیم. اگر باشد دوستان برسونند. من حالا یک خواهش میکنم، یک سوال دادم، به این سوال بعدی تنفس جواب گویم. اگر شما اجازه بدهید من 5 تا 10 دقیقه یک تنفسی کنیم، شما هم استراحت کنید، یا اینکه نوبت رو به استودیو بگیرید که استودیو صحبت کند. بعد چند دقیقه انشاءالله من در خدمت شما هستم. و دوستان گرامی، در خداوند نگهبانتون باشه. دوستان گرامی، در پیامک‌های خصوصی به بنده بعضی سوال‌ها آمدند و بعضی نفرها با تحقیر مناسبت کردند و از این خاطر هشدار میدیم که برای تحقیر در امان آدم بلاک کرده می شود و چند نفر رو بلاک کردیم. و این زمان یک نفری که خیلی احترامش رو قائل هستم، فیک نیست، این فردوس فخرالدین زاد، مدیر شعبه کار با جوانان، راهبر نمایندگی تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن باباجان غفورов، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورov سوال داده است و این سوال را بنده خودم به اون کس خطی جواب نوشتم، ناراضی شدند، گفتن که من سوال رو به رئیس دادم، شما حق جواب ندارید. لیکن باز یک بار دیگر میخوانم، سوال چنین است: آیا کبیری درک میکند که راه ناحق او 10 نفر را پشت زندان برد و صدها نفر دیگر را گمراه ساخت، وقت خود او در اروپا از تمام خوشی‌های زندگی بهره‌مند است؟ خب دوست گرامی، به این سوال یک پاسخ دادم، اکنون برای عموم پاسخ میدیم. بینید، اصلا چه محیدین کبیری باشد چه دیگر سیاستمدار، در پس پنجره بردن این مقدار زندانی های سیاسی عیبدار نیست.
خودتان قضاوت کنید. حیب تمام اون نفرانی که پس پنجره رفتند، تمام اون نفرانی که امروز هم زیر آزار و شکنجه در جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن قرار دارند، یک عیب دارند که سال 1999 با پیمان، یعنی با استقرار صلح و رضایت ملی، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی باور کردند و تعداد زیاد مردم به عضویت احزاب مخالف شامل شدند و بسیار از این امروز در عذاب و شکنجه قرار دارند و هیچ کس حدس نمیزد که خب البته بنده همچون یک سیاستمدار به یک حزب مخالف پیوستم، بنده هیچ باور نمی کردم که در تاجیکستان به روزهای نزدیک یا سالهای نزدیک از طریق انتخابات شفاف و آزاد به سر حکومت آمدن یا نماینده شدن ممکن باشد، ولی هیچ باور نمی کردم که بعد چند سال مجبور به مهاجرت می شود، مردم به زندان می رود و اونهایی که با اونها دست دادن بعد چند به قتل می رسند، به مانند میرزا ضیایف و دیگران، و هیچ کس باورم نمی کرد و شاید 40,000 اعضای حزب خلقی دموکراتی، 10,000 حزب سوسیال دموکرات هیچگاه به این حزب ها شامل نمی شدند اگر می دونستند که این یک بازی دروغین بود، شرطنامه صلح، و زندگی خود رو در خطر نمی گذاشتند و از پای زندگی و کار روزمره خود می شدند. ولی چون مردم اعتماد کردند که دیگر حد اقل برای موقع سیاسیشون تعقیب و آزار و شکنجه نمی شوند، خب شامل شدم به این احزاب. و چه عیب دارد فرض کردیم محیدین کبیری یا دیگر چهره سیاسی که نتوانست تمام این 40,000 نفر را از تاجیکستان بیرون برآورد و اگر نتوانست برآوردن خودش هم به زندان رود و این شاید کسی رو دلپر کند. انا با این سوال چنین جواب پاسخ است و به مانند این سوال هایی که ویها جواب نمیخواهند شنیدن و یا خلاصه خود را، یعنی اتهاماتی که به این طرف وارد کردند اون را از طریق میخواهند که ما رسانه‌ای کنیم و ما تا حد هر قدری که توانیم، هر قدری فرصت اجازه میتید، حتی امین اتهام های شما رو هم رسانه‌ای میکنیم و شاید امین برادر ما فردوس فخرالدین زاده خواست که امین سوال او از طریق شبکه های اجتماعی صدا دهد. مرحمت صدا داد. البته شما انتظار جواب نیستید، شما نه جواب میخواهید، شما فقط خواستید اتهام بندید، نه اتهام شما رو اعلام کردیم. و اگر دوستان آماده باشند و سوالهای بیشتری باشند و خب اینجا هنوز کارمندان تکنیکی آماده نیستند به اون طرف. خب باز اینجا یک سوال دیگر هم بود، یک سوال دیگر هم خواهش میکنم سوال مرا به کبیری رسانید. به این سوال جواب شد. خب میخواستم سوالای دیگری باشند. دوستان پیشنهاد کنید. خب
خب اینجا باز سوال ها درباره مقصد های پیمان ملی تاجیکستان، هدف ها، برنامه ها. باز تکرار میکنم که پیمان ملی تاجیکستان از یک سال زیاد واقعا عمل میکند. رسما از سپتامبر سال 2018 امضا شد پیمان ملی تاجیکستان. مقصد پیمان ملی تاجیکستان، هدفهای اساسی پیمان ملی تاجیکستان را من به شما رسانده بودم در ابتدای سخنم. باز تکرار اگر شوم از دوستانی که شنیدن معذرت میخوام، شاید دوستانی که نو پیوستن نو میشنوند. هدف اساسی پیمان ملی تاجیکستان این بسیج کردن اصلاحات خواهان تاجیکستان، شخصانی نیروهایی که واقعا اصلاحات در سیستم دولتداری میخوان. نه هستند برادرانی که میگویند که مشکل ما فقط رحمانوف است، اویله رحمانوف است و اگر اونا کنار روند ما با دیگر ساختارهای دولتی، با دیگر شخصانی که در این ساختارها کار میکنند و حتی با اون نفرانی که بیزنس های رو در این مدت صاحب شدن، با همه آنها کار میکنیم و مشکل ما فقط اویله رحمانوف است. ما خصومت شخصی با کسی نداریم، مشکل ما شخصیت های جداگانه نیستند و ما با نیروهای هم کار هستیم که اونها اصلاحات را در عموم در سیستم دولتداری میخوان و ما میخواهیم این نیروها رو به هم آوریم و با راه ها و وسیله هایی که در برنامه که روزهای نزدیک آن را انتشار میکنیم، راه های وسیله به دست آوردن چنین امکانیت، یعنی امکانیتی یکم برقرار کردنی، خیلی که این فرانت خلقی پیشتر می گفت مقصدش برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی، ولی در اصل چون دیدیم که غصب حاکمیت کنستیتوسیونی بود. ولی ما میخواهیم واقعا تاجیکستان را به چارچوب قانون برگردانیم، چارچوب کنستیتوسیا برگردانیم و امکانیت به مردم تاجیک دهیم که در انتخابات شفاف و آزاد حاکمیت خود را انتخاب کنند و برای به این مقصدها رسیدن ما روزهای نزدیک برنامه مشخص را پیشنهاد جانبداران میکنیم و همین. خب حاضر اگر کارمندان تکنیکی آماده باشند سخن به رئیس پیمان ملی تاجیکستان و بعد از مدت شاید جنبست کنیم. خیلی طولانی هم شد. تشکر دوستان. مسئله دو بچه و سیستم صدا نیست دوستان، چون در اکران فقط منو. اگر دوستان صدای مرا بشنوند، چون در من هنوزم صدا نیست، یک اشاره کنم که من شروع کنم. خب بار دیگر سلام دوستان عزیز، تشکر که برای ما فرصت دادید چند لحظه
اینک برمیگردیم به سوالهایی که الان از استودیو فرستادن و دوستانم خطی حالا به ما فرستادن. یکی از دوستان همشهری و هموطنان ما با نام سید ولی ولیزاد سوالای زیاد فرستادن، حدود تقریبا 10-12 سوال هست. من تلاش میکنم که به سوالهای ایشان جواب بگم و ایشان در سوال اولشون گفتن که این چند سوال به فلانی و اشاره کردن که به صحیفه تمام شاگردانش میگذارن تا به او برسن. یعنی هدفشون این است که سوال حتما به ما رسانده شد. مطمئن باشید دوستی عزیز که رسید سوالاتون به دست ما. سوال اولشون این است که زمان وکیلی شغل شما تجارت، بازارداری، ساختمانی و عشق‌ورزی با بعضی بود، باره از حقوق انسان نمیگفتید. آن زمان میترسیدید که خاموش بودید یا انگیزه دیگری وجود داشت؟ دوستی عزیزم، اگر شما یک بار بردارید حداقل اون چیزی که در فیسبوک هست یا در یوتیوب هست یا در اگر کارمند وزارت داخله باشه یا کارمند کمیته امنیت یا هر اداره دیگر، چون در بالا دوستان نوشتن که یکی از فیک های هست که در حکومت کار میکنه، حتی اسم و دیگر چیزاش خب مهم نیستین. شما با ورق بزنید بعد بگوید که آیا واقعا من یا دوستان ما که در داخل کشور بودیم در وقتایی که مشغول بازارداری و ساختمان و حالا زندگی شخصیمون بودیم آیا از حقوق انسان میگفتیم یا نمیگفتیم؟ من حداقل 10 تا 20 تا شاید از این بیشتر براتون مثال میارم که چه در زمان وکیلی، چه در زمان تاجری، چه در زمان حال هر حالتی که این باشد از حقوق انسان گفتیم. شاید خیلی شما هنرتون بیشتر است، حتی در حالت عشق ورزی هم از حقوق انسان گپ میزنید، ولی ما در اون وقتا از این چیزا صحبت نمیکنیم چون هر کار هر گپ جای خودش را دارد. ولی مطمئن باشید که اگر از حقوق انسان گپ نمیزدیم که دوستی عزیز شما ما را این مشکل رو به سرمون نمیآوردید. اگر از میترسیدیم دیگه خیلی رفتار میکردیم، مثل شما مثل دیگران رفتار میکردیم، ولی نترسیدیم که این مشکل رو به سرمون آوردید. گپ زدیم، برآمد کردیم. اتفاقا چند روز پیش که از دوستان به من گفت که ما گفت چون یکی از انتقاد کنندگان اشدی من در همین چند سال اخیر بود از بچهای اپوزیسیون، بعد گفت که من واقعا خیلی حرفای زیادی شما میگفتیم. اخیراً گفت تصادفاً در یوتیوب بعضی صحبت‌های سال 2012 13 14 شما را پیدا کردم که تماشا کردم. گفت شما حرفای در اون داخل در اون وقت میگفتید که ما بعضی ها در بیرون حتی اون را نمیگوییم. یعنی گفت من تازه دیدم اینا رو که شما در اون داخل در اون سالهای دشوار چیها میگفتید. خب گفتم یک کمی دیگر بیشتر جستجو کنید باز چیزای دیگر هم پیدا میشه. اینا برای دوست عزیزم این مسئله را مطمئن باشید که اون وقتا هم میگفتیم حالا هم میگیم. اگر اهمیت داشته باشید صحبت‌های من زیاد فرق نمیکنه. درست است که یک کمی حالا تندتر صحبت میکنم، بالاخره بعد این همه جنایتی که شما کردید، اما در داخل همین حرفا رو میزنیم با همین آهنگ و هیچ فرق زیادی هم نکرده است. سوال دوم دوستان، با گذشت 4 سال در اروپا مقیم شدن به نظر میرسد که از نام اسلام عار دارید. مقصد تأسیس تشکیلاتی به نام پیمان ملی هم برای خلاص شدن از این نام بود. دوستی عزیزم، نه تنها از نام مبارک اسلام عار نداریم بلکه فخر میکنیم و در همین اروپا هم همچون مسلمان، همچون یک نماینده حزب اسلامی با فخر با سر بلند با همه خارجا ملاقات داریم، گپ بزنیم، برآمد میکنیم. اتفاقا چند روز پیش در یکی از دانشگاه معتبر همین اروپا همچون رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت کردم، گفتن همچون پیمان معرفی کنیم. گفتن نه، حالا من این صلاحیت رو از نام پیمان ندارم چون با دوستان مشورت نشده است. من از نام همچون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این دانشگاه برآمد میکنم و برآمدم کردیم. خدمت شما عرض شود که وقتی در تاجیکستان بودم یکی از کسانی بودم تا آخر پیشنهاد کردم با مرحوم استاد نوری خدا جاشون جنت کند مسئله رو مطرح کردیم با استاد همزاده. طرفدار آن بودم که از نام حزب کلمه اسلام برداشته شود. مسئله در شورای سیاسی حزب ماندم، طرفدار پیدا شد، مخالف پیدا شد، بحثایی کردیم. اما وقتی که استاد نوری مرحوم شدن از دنیا رفتن، چون میخواستم خودشون این کارا کنن به دست خودشون، چون خوب نیست بعد از ایشون انجام شد، ایشان راضی بودن و ما هم طرح هم شروع کردیم. دوستانی که وقت در ریاست بودن هنوزم الحمدلله زنده‌اند، در شورای سیاسی اینا شهادت خواهند داد. بعد استاد نوری یک کمی با احتیاط رفتار کردم. چرا؟ گفتم که حالا بعضی دوستان باز ایراد میگیرن که
حزب تا رفتن استاد مؤسس حزب اسلامی باقی ماند و فلانی آمد چون اندیشش دیگر بود این حزب رو تغییر داد و من یک کمی مسئله رو دیگر پافشاری نکردم اما هنوزم باز در همین فکر بودم. اتفاقا با معاون اول آقای سید معروف سهمی خداوند هر چه زودتر آزادش کنه با محمد علی حید با همه اعضای شورا مشورت کردیم که یکی از موضوعات در انجمن سپتامبر 2015 تغییر نام حزب خواهد بود. اما وقتی که این هجرت پیش آمد برادران زندانی شدند و این وضعیت پیش آمد در همین خارج هم در جلسه آخری ریاست اعضایان ریاست پیشنهاد کردند که حالا در اروپا کمی دشوار است نام حزب رو تغییر دهیم. اولین کسی که مخالفت کرد من بودم. چرا؟ برای این گفتم که این کار رو باید در داخل تاجیکستان میکردیم. الان اگر در اروپا کنیم بعضی از همین باز کسانی که همیشه ایراد میگیرن باز میگن که ببینید اروپا رفتند و نام حزبشون رو تغییر دادن. من زیر بر اومدم گفتم نه تا وقتی برگشتن به تاجیکستان نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باقی خواهد ماند. تاجیکستان که رفتیم باز در کشور خودمان باز تصمیم میگیریم. بله منم در این مدت نه تنها من تمام جهان اسلام علم پیش رفت فکرها پیش رفت بسیار به این خلاصه آمدم که دیگه در یک کشور اسلامی شاید ضرورت تأسیس یک حزب نام اسلام نمانده باشد. در زمان شورای درست بود چون اینجا مسئله دیگر بود اما در کشور مسلمانی شاید این چندان مهم نیست. این یک مسئله داخلی حزب بود. متاسفانه شما نگذاشتید. من چرا شما میگم؟ برای که به من دوستان در اینجا نوشتند که شما در کجا کار میکنید. برای همین عذر میخوام دوستی عزیز. شما گفته تنها شما شخصا نه، یعنی منظورم تمام اون دستگاهی که شما این کارها را کردید اجازه ندادید که این کار در داخل تاجیکستان صورت بگیرد. ما هم ان شاء الله که تا برگشتن به داخل کشور نام مبارک اسلام رو در نام حزب نگه می‌داریم اما تأسیس پیمان هیچ ربط به حزب ندارد چون این یک ائتلاف است. نمی‌شود که مثلا پیمان ملی تاجیکستان با نام اسلامی می‌ماندیم. خب در اینجا حزبی در این پیمان حزب اسلامی است، حزب انجمن بچه‌هایی که هستن اونجا کاملا شاید یک قسمش نمیدونم شاید ما کار نداریم با عقیده شخصی به اعتقادش شاید مسلمان است شاید غیر مسلمان است شاید اصلا به دین باور ندارد. این یک حرکت ملی هست. در ملت ما همه چی هست. شاید فردا یک اعضای حزب کمونیست میاد عضو پیمان میشود. پیمان ملی ائتلافی حزب‌های هستند که میخوان یک تاجیکستان نو ببینند. بنابراین شما فکر نکنید که تأسیس پیمان به خاطر خلاص شدن از نام اسلام بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و استاد نوری، استاد همت‌زاده، استاد تورجان‌زاده در وقتش نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن. اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان را تأسیس دادن. نام اسلامی هم نداشت. خب هدف اونا دست کشیدن از نام اسلام که نبود. و حتی فعالیت حزب اسلامی را در جمهوری اسلامی افغانستان قطع کردن. این ضرورت است. این واقعیت که پیش اومد دوستی عزیزم دیگر این مسئله از بین میرود. خب یک سوال دیگر دادید با تأسیس تشکیلاتی به نام پیمان ملی که در آن اصلا اعضا اسم اسلام جان هم آوردید و دیگر نامخوران نهضت نامهایشان شامل شدند. شما خودتان را رهبر مخالفین اعلام کرده در صورتی که نیروهای دیگری اپوزیسیون مثل گروه 24 و تندار نه تنها با آن شامل نشدند بلکه مخالفتشان را با این کشتی شکسته در ناخنک اظهار داشتند. نظرتان در این باره چیست؟ دوستی عزیزم اولش این که باز میگم پیمان ملی تاجیکستان این پیمان نهضت نیست. نهضت در اونجا همون مقدار نماینده دارد که دیگر حزب و حرکت ها دارند و به هیچ وجه یعنی تلاش هم نکنید که پیمان را همچون نهضت معرفی کنید. ما فخر میکنیم وقتی شما این کار را میکنید چون این بیانگری آن است که نهضت را شما دارید اعتراف میکنید همچون یک قوا و قدرت. اما خودمون اعتقاد نداریم با اون که پیمان همون نهضت است. نهضت عضو پیمان هست و این مسئله کاملا روشن است. اما درباره آن که من خودم رو رهبری مخالفین اعلام کردم هیچگاه در هیچ جایی رو نشنیدید. شما در کجا گفتید؟ من رهبری پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. مخالفین تاجیکستان خیلی وسیع‌تر از پیمان از نهضت است و در اینجا نه تنها این گروهایی که شما نامبر کردید برادران گروه 24 و تندار، در اینجا انجمن نیروهای سازنده هست، در اینجا شاید دیگر شخصیت‌ها و گروه‌های هستند که هنوز شکل نگرفتن یا دارن در مرحله شکلگیری هستند.
و این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که اصلا اپوزیسیون امروزه تاجیکستان شاید از مجموع کسانی که مخالف حکومت امروزه هستند شاید 5 یا 10% هم. یعنی ما قشری از همه کمتر هستیم. قشر بزرگ این ملت که نه از شما راضی هستند نه از ما، کسانی هستند که نه عضو حکومت نه عضو اپوزیسیون، ولی با دلیل های با سبب های حالا یا خاموشن یا منتظر کدام فرصت دیگر هستند، اما بدانید که اونا هم اپوزیسیون هستند، اونا هم مخالف هستند. اصلا شما اونقدر حکومت خوبی نیستید که حالا شما رو دوست بدارن. اگر هر کسی هم جای شما می بود همین کارا میکرد، مطمئن باشید که همین مقدار مخالف رو می داشت. خب اما درباره اون که ما کشتی شکسته هستیم یا کشتی شکستگان هستیم یا کشتی نشستگان هستیم، شعر معروف خواجه حافظ را بسیاری ها بعضی ها معمولا کشتی نشستگان میخوانند، اما بعضی ها میگن که شاید کشتی شکستگان هم بود. در بعضی سرچشمه‌ها کشتی شکسته آمده است. خب دیگر این یک عباره حافظ است، کلاسیکی است. اگر کشتی نشسته هم هستیم خوب است، اگر کشتی شکسته هم باشیم بالاخره این کشتی را باید تعمیر کنیم به ساحل برسانیم. و با گفت خود خواجه حافظ به دیدار دوستان آن باد شورتک خست، منظورم فهمیدید باد شورتک چی هست. اون باد شورتک خست دیگر حتما ما رو به دیدار دوستان به ساحل میرساند و بعد معلوم نیست که کشتی دیگران در کجا باشد. اما این دوستان هر کی ما رو کشتی شکسته گفت خب دیگه حق دارن، دوستا نظرشون است، نظرشون گفتن ما احترام میکنیم. یک سوال دیگر این دوستمون، چون من معذرت میخوام دیگر همه سوالهای این دوستمون رو به جواب نمونیم، بعد بریم به سراغ سوالهای دیگری که اینجا هستند. وقتی نشستی دارون شما میخواستید بعضی روشنفکرانی در آلمان قرار داشته رو جلب کنید. وقتی نآمدن گفتید که آنها را به جز همقدهان نشون کسی نمیشناسد. بعدا از نوار سخنرانی شما کلمه همقدهان بریده شد. آن همقدهان کیها بودند؟ بله، من در سخنرانیام کلمه همقدهان رو استفاده کردم. بعدا خواهش کردم از دوستان که این کلمه اگر در ثبت باشد بردارن. چرا بردارن؟ برای آنکه قبل از جلسه بعضی از دوستان شما خودتون آگاه هستید دیگر، معلوم است که خیلی مسئله رو پیگیری میکنید، گفتن که عذرخواهی کردن که اون چون علیه این کنفرانس دورتموند خیلی سر و صدا داشت، ولی ما هم رو دعوت کردیم که بیان شرکت کنن. یک گروه از برادران عذرخواهی کردن که نمیتونن، اما یک عده از دوستان و هموطنان عزیزمان هم شرکت نکردن، هم یک موقعی ضد این کنفرانس گرفتن با دلیل هایی که شاید بچه‌ها کسی اشتباه کرده است، کسی نادرست دعوت کرده است، حالا به هر دلیلی که کار ناخوبه کردن این بچه‌ها، ولی اون دوستان لازم دانستن که علیه این کنفرانس موقع گیری کنن. بعد یکی از دوستان من آشکار بگم یکی چرا این کلمه همقدهان اینجا استفاده شد که البته کاری چندان شاید خوبم نبود. یکی از دوستان گفت که شما ناراحت نشید، این صحبت در وقتی بود که ما چند از دوستان نشستیم و یک کمتر یک مراسم بود و با هم یک حالتی سری دسترخوان بود و در هم حالت که همین گپ پیدا شد که ما نمیریم همین گپا رو میگیم. اما بعد که من شخصا بعد از اون روز دیگر بعد گفتم که همین گپ خوب نشد. وقتی اون برادر گفت که همین کار بود دیگر منم حالا وقتی این صحبت میکردم در همون لحظه اون مسئله پیش اومد که خب گفتم این گونه موقع گیری زیدی دورتموند زیدی کنفرانس یعنی در سر یک معرکه نشستن و بعد این حرفا رو گفتن یا بعدش شاید خوب نبود. و بعدا وقتی دوستان گفتن که نه وضعیت فرق میکرد منم گفتم که بله خب برداره دیگه این رو. خب مسئله چندان جدی نیست. من خواهش میکنم شما هم اینم با بخاطر اختلاف بیشتر کردن و فاصله رو بین پیمان و بین اون دوستان و برادرانی که در اینجا هستن زیاد کردن، این چون از سوالهای شما برمیاد که هدفم یکیش همین است. و مثلا اونها کیها بودن؟ اونها شخصیت مشخصی نبودن و خواهش میکنم شما در آینده این حرفا را این کنار بگذارید و بگذارید که مخالفین خودشون بین خود صحبت کنن، راه پیدا کنن. ما اصلا اشکال نداریم بین یکدیگر. حتما بعضی اختلافات هست، بعضی حرفا هست، حتما ملاقات خواهیم کرد، حتما این مسئله حل میشن. خواهش میکنم دیگر در تلاش اختلاف انداختن بین مخالفین کمتر کرده شد و چون نتیجه نخواهد داد، مگر اینکه بعضی از دوستان واقعا هم زیر تاثیر این سیاست ها بیروند.
در نخستین سوال بعدیشون، در نخستین اظهاراتتون بعد تأسیس تشکیلاتی به نام پیمان ملی گفته بوده، چون اینا حتی جرئت نمیکنن نام تشکیلات رو هم بگیرن، بعد به نام میگن. خب دیگه هر چی که سوال هست همون میخونم. گفته بودید که یکی از وظیفه‌های آن سفیر کردن نام باسمچی‌ها خواهد بود. امروز هم بر این عقیده هستید یا نیست؟ ولی دوستی عزیزم، اولش اینکه من اینها رو باسمچی نمیدونم، این کلمه‌های شما هست. من اینها را مبارز و مجاهد و یک آزاد اندیشان میدونم که برای وطن و ملتشان، سرزمینشان مبارزه کردن، شهید شدن، اونایش که هجرت کردن. و امروز هم اگر هر کسی برای تاجیکستان، برای وطن مبارزه کند، شهید شود، هجرت کند، که کردن، شهید شدن، هجرت کردن برادران، و امروز هم این مبارزه را دوام دادن، من اونها رو مبارز میدونم، مجاهد میدونم، یک آزاد اندیش میدونم و یک وطن پرستی واقعی میدونم. اینها برای وطنشون که اون وقت با نام بخارای شریف ارزی وجود داشت تلاش کردن. اون وقت دیگر اینها تاجیک، ازبک، ترکمن، حالا قزاق، قرقیز، تاتار، هر کسی بود، برای یک وطن مشترک که با نام بخارای شریف بود، که زبانش هم فرهنگش هم تاجیکی بود، مبارزه بردن به خاطر دینشون. اگر امروز یک نفر دیگر بیاد، خب اون زمان بولشویکا بودن، آمدن گفتن که حالا بعدها گفتن که ما با شما رای آهن کردیم و حالا برق آوردیم، اینا خیلی خوب. اگر امروز یک کشور دیگر بیاد، یک گروه دیگر وارد شود، دین شما را، نخبگان شما را، فرهنگ شما را، اصلا کشور شما را از بین میبرد، شما را بیارد مثلا جز یک کشوری یا از شرق یا از غرب یا از شمال کردنی شود، با اعلان کند که من یک هدف نیک دارم، با شما مثلا حالا که برق داریم، رای آهن داریم، بگوید که من تاجیکستان رو به کار میکنم که به مریخ یا به ماه شما موشک میپرتوید. این یک نشانه دولت پیشرفته است و به همین خاطر من علیه شما ارتش میکشم، تاجیکستان رو جز خدا میکنم. من علیه اون کشور مبارزه میکنم، نه وابسته از اون که با چه هدف میآید. اگر شما ما را باز باسمچی بخوانید، کار شما است. من باور دارم که شما امروز اگر هر کشور دیگر، اون وقت بلشویکا بودن، اگر هر کشور دیگر بیاد به شما منصب وعده کند، به شما یک چیزای وعده کند و بگوید که به شرطی که من وطن شما، استقلال شما را از بین میبرم، فرهنگ شما را از بین میبرم، دین شما باید که دیگر وجود نداشته باشد و شما فقط در عوضش بعضی امتیازهای مادی خواهید گرفت و چند نفرتون هم منصب خواهید گرفت، یک پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی خواهید کرد. شما چی موقع میگیرید؟ از این فلسفه شما معلوم میشود که شما حتما طرفدار این غاصب و استعمارگر جدید خواهید بود و هر کسی که مبارزه کند علیه اونها مبارزه میکنید، اون رو باسمچی و دشمن و حالا هر چیزی هم که دلتون میخواد نام میبرید. برای ما اون روز هم گفتم بله این حرفی من است، یکی از وظیفه‌های پیمان هست، باید که این بزرگواران سفیر کرده شوند. و اینجا هم یک نکته رو بگم، نه تنها این کسان سفیر کرده شوند، من اصلا نظرم این است، پیشنهادم این است، این را خواهش میکنم در پیمانم بعداً به نظر بگیرن، دوستان پیگیری کنیم. باید ما طلب کنیم مثل کشورهای دیگر، کشورهای بلتیک، کشورهایی که واقعا ملت‌های آزادن، ارخیوها گشوده شود و تمام کسانی که از دست نظام دیکتاتوری و توتالیتری یا کشته شد یا بدرغه شد یا ترویکا شد یا کولک شد، ویسیلکا شد، اونا چندین مرحله ها داشت، اینها روی خطا آشکار کرده شود و تمام اینها با یک قرار ملی در یک محکمه ملی سفید کرده شوند. اونها قهرمان مرده شهید اعلان کرده شود و قهرمان اعلان کرده شوند، سفید کرده شوند. اینا هر کدامشون فرزند دارن، نبیره دارن، ابیره دارن که امروز زنده اند. ما نداریم در خاندان تاجیک، عائله در تاجیکستان نداریم که یک نفرش یا همچون دشمنی خلق کشته نشد، بدرغه نشد، همچون ترویکا نشد، کولک نشد، نداریم. این همش از دستی یک نظام توتالیتری. بله این نظام خوبی های داشت اما بدی ها هم داشت. خوبی هاش ما بگوییم، بدی هاش ما باید گفته شود. چرا لیتوانی ها این کارو میکنن؟ موزه کگبک شدن در ویلنیوس. چرا حتی برادران ازبکی ما در ازبکستان این کارو کردن؟ چرا دیگر ملت هایی که خودشناسی دارن، هویت دارن سفید کردن؟ روسا سفید کردن، آمدن کازاک ها رو، بلاگواردیس ها رو که مثل شما بسیارا فکر میکردن اینا هم باسمچی های بگیم روس بودند و به اصطلاح، ولی سفید کردن. چون شما
الکی 3 نسل شد که این روحیه در شما تاثیر کرده است. متاسفانه نسل اولی سالهای 20 و 30 و 40 شوروی، بعدا یک نسل سالهای 60 و 70، امروز باز نسل دیگر آمدن که با این روحیه غلامی میخوان این رو نگه بدارن، مبارزان واقعی را همچون باسمچی و دشمن معرفی کنند. ما شما را اصلاح کردنی نیستیم چون شما متاسفانه اصلاح شونده نیستید. با گفت اقبال این غلام ابن غلام ابن غلام، حریت اندیشه او را حرام. اقبال 3 بار نام گرفت، این غلام ابن غلام ابن غلام، یعنی اصلا 3 نسل. متاسفانه انم شما که گپ میزنید حالا شما نسل تقریبا 3 یا 4 هستید. غلام ابن غلام شاید من نمیدونم، شاید پدر و باباتون آدم خوبه بود، اما شاید یگان مقامدار و منصبدار از همون کلتکداران سرخ بود، نمیدونم از چی که مثال آمدید امروز خودتان که غلام میخواهید باز مبارزان رو سیاه کنید. نه، این کار شدنی نیست. انشاءالله یکی از پروژه ها، یکی از طرح‌های پیمان ملی و عموما همه وطن دوستان و آزاداندیشان ملت این سفید کردن این بزرگواران خواهد بود. خب چون این سوال دوام سوال‌های دوستمون هست، با استفاده از لکسیکولوژی خودتان هست نرنجید، میتوانید زن طلاق تاجیکی قسم خورید که فعالیت شما از طرف ایران مبلغ گذاری نمی شود. بله، با هر قسمی باشد، از آن جمله این قسم اگر برای شما لازم است، ولی این اصطلاحی من است، البته اصطلاح ملی تاجیکی است، برای دروغگوها را در جاشون شناندن، ولی منم از اون استفاده کردم و اصلا پشیمانم نیستم. شاید شما بگید برای نفری حالا مثلا مثل ما سیاستمدار رو در اکادمی دیپلماتی تحصیل کرده آیا لازم بود که در وقت بحث از این اصطلاح استفاده شد؟ من میگم بله لازم بود، چون یک حدیث شریف هم داریم که کلموا الناس قدر عقولهم، با مردم برابر عقلشون صحبت کنید. اون کسی که در روبروی من بود و مسئله رو یک باره ما با داملا ایامدین داشتیم صحبت آرامی کردیم، در نوار هم هست، تراشه از بام افتاده یک باره آمد و یک تهمت کرد دیگر طبق حدیث پیامبر و طبق اصلا همون قانون بحث و وضعیت. چون ما هم یک وقتا در دوشنبه سالهای دانشجویی کمی با این جوانو در کوچه ها بحث و جنجال ها و زناشویی هم داشته، میدونیم پسیکولوژی این گونه آدمان رو، و با اون دیگر از حقوق بین المللی و منطق و آداب گپ زدن نمیشه، اون چیزا رو که نمیفهمد بیچاره. خب یگانه چیزی است که اون خاموش باشد، اون را گفت روسو بیکا زرگه مثلا هم میقپی تمام دیگر اون معلوم شد و همین کار هم شد و خدا را شکر که دیگر دروغش و تهمتش آشکار شد. اگر واقعا باور داشت که فرزندی من 1,300,000 دلار را به حاج عبدالحلیم داده است که خب میگو که بله من اینا باور دارم، قسم میخورد، اما وقتی قسم نخورد معلوم بود که دروغ میگه. فرزندی من بیچاره در حیاتش 100,000 دلار نیده بود یک جای، چه رسد به 1,000,000. خب یک دروغ بافته. بنابر همین این مسئله را جواب دادند و درباره مبلغ گذاری هم که اون سوال تکرار شد گفتم که در این باره که ما را کی مبلغ گذاری میکند؟ شما دوستانی عزیز. و حالا در این شرایطی که ما هستیم در مبارزه، هر کسی هم که کمک میکرد ما رد نمیکنیم، خدا خیرش بده میگیم. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران که سالهای مبارزه خیلی خوب کمک کرد و ملت تاجیک برای حالا جای دیگر شاید یک سوال دیگر هم هست درباره ایران خواهم گفت، اما متاسفانه دیگر کمک با اون شکلی که شما میگه در نظر دارید که نمیکنند. اگر میکردن ما خیلی ممنون میشیم و هر کشور دیگر هم در این شرایطی که ما هستیم برای مبارزه برای ملت هر کی کمک کند اصلا مطمئن باشید که ما رد نخواهیم کرد. خب به نظر شما ایران دولت دیکتاتوری است یا دموکراتی؟ مناسبتتون با این کشور چگونه است؟ خب دیگه دوامی همون سوال هست. مناسبتمون با این کشور میخوایم از این بهتر شود، خوب شود. متاسفانه همچنین کشوری کفیل صلح، همچنین کشوری که باید ملت تاجیک را چقدر که یک مرتبه کمک کردن نگذاشتن که جنایتکاران کشورهای دیگر، تانک و توپ کشورهای دیگر، بیگانگان بیاید دههای تاجیک را باز بمباران کند. ایران کمک کرد ملت تاجیک را. دیگران میدونید منظور جمهوری همسایه ازبکستان تانک و توپ فرستاد، روسیه تانک و توپ فرستاد از طریق فرانت خلقی، چقدر خانواده ها را نابود کردند، دیه ها را بمباران کردند، ملت را اصلا با نابودی بردند و این کمک های جمهوری اسلامی ایران بود که
ملت توانست قامتش رو راست کند و خیلی هم میخواستیم که این کشور همچون نقش خود را باز از نو ایفا کند و کفیل صلح است. مثل روسیه ما تقاضا داریم، خواهش داریم که مسئولیت خود را انجام دهد. اما جدا از آن که حالا ایران چیکار میکند نمیکند، ایران یک کشوری هم از لحاظ قدرت و توانمندی در منطقه جایگاه دارد، در جهان جایگاه دارد و برای ما تاجیکان یک کشوری همزبان است، همدین است، هم فرهنگ است و اصلا هر کسی، حالا شما میتونید با حکومت ایران مخالفت کنید، میتونید با مذهب رسمی ایران، مذهب شما مخالفت کنید و واقعا حق هم داره، جای مخالفت هم هست، این طبیعی هم هست، اما با ایران همچون یک ملت و همچون کشور حق ندارد یک تاجیک مبارزه کند. ایران یعنی تاجیک، تاجیکستان. ایرانیت یعنی تاجیکیت. ما خب 500 سال است که ایران شیعه هست، این بعد از صفوی ها. ایران قبل از اینکه سراسرش یا حد اکثر 90% اصفهان و شیراز و تهران و ری اینا همه سنی بودن دیگر. 1400 سال ایران اسلامی هست. خب چرا همه میگیم دنبال 500 سال شیعه بودن ایران صحبت میکنیم یا دنبال حکومت امروزه ایران صحبت میکنیم؟ اصلا بیاد حالا کسانی که با اسلام سری خوش ندارن، ایران یعنی ایران قبل از اسلامی رو بگیرید. مگر ما فرهنگی مشترک، زبانی مشترک، یک کشورهای مشترک نداشتیم؟ مگر تاجیکستان امروزه جزئی از امپراتوری قبلی هخامنشی و ساسانیان نبود؟ یا زمانی بود که اونها جزئی از امپراتوری ما بودند؟ خب بیاید مسئله رو یک کمتر وسیع‌تر بگیریم. من خواهش میکنم این خیلی حالا به خاطر ناراضگی از سیاست امروزه ایران یا دوستانی هم که مذهبی فکر میکنن به خاطر آنکه اختلافات شیعه و سنی هست، ایران رو همچون کشور، همچون ملت از این بحثو باید جدا کنیم. بنابراین مناسبت من با ایران همچون ملت، همچون کشور، همچون سرزمین خوب است و میخوایم از این یا مناسبت پیمان هم خوبتر شود. اما آنکه ایران دیکتاتوری هست یا دموکراتی هست، من اپوزیسیون ایران نیستم. شما این سوال رو نسبت روسیه هم بیتید، من جوابم همین خواهد بود. نسبت خیتای هم که اینا هم کشور دموکراتی نیستن و احتمال زیاد است که برگشار مسئله ها البته با اون حدی که شما دیکتاتوری هستید نیستن. حتی خیتای هم در اونجا بالاخره یک آزادی اقتصادی حداقل هست اگر دینی و فرهنگی نیست، اما دموکراتی هم که نیستن. و خود ایرانی هم در هیچ جا نگفتن که ما کشور دموکراتی. حدی اکثر چیزی که میگن ما یک مردم سالاری دینی داریم، رقیبانشون میگن که نه این یک دیکتاتوری دینی است. حالا بحث رو بگذاریم به خود ایرانیا. من رهبر پیمان ملی تاجیکستان هستم که در مخالفت با حکومت امروزه تاجیکستان قرار دارد. اگر شما سوال درباره وضع کشورهای منطقه دارید، جواب من نسبت همه این کشورها، حتی نسبت قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان هم همین خواهد بود. خب در ظرف 4 سال در خارج بودن، باید هم محمد جان نوری همراه با شما ظهور نمی شود. شاید گفتنی بود که ظاهر نمی شود یا ظهور پیدا نمی کند. مگر عائله محروم سید عبدالله نوری از نهضت و بازی های نوی آن بیرون انداخته شده است؟ نه دوستی عزیز، ما خیلی میخواهیم و آرزو داریم که و اصلا چنین هم هست که خانواده استاد مرحوم فعال باشن. البته هستن، در این حرفی چندان صحیح نیست و یک چیز رو آشکار بگم براتون، سببش رو، جوابش رو خودتون میدونید که چرا امروز فرزندان استاد نوری، مخصوص فرزندانشون که دیگر دوستان دیگر برادران از خانواده استاد نوری هستند، چرا در پهلوی من حضور پیدا نمیکنن؟ از شما میترسند دوستی عزیزم. شما ظلم رو بردارید، ستم رو بردارید، بعد ببینید که در پهلوی ما کیا قرار میگیرن. حالا شاید نوبت به خانواده استاد نوری هم دیگه نرسد. از شما میترسن. حسین در اونجا هست، حکمت الله در همونجا هست، نعمت در همونجا هست، بالاخره مالکیت هست. شما اون تهدید و فشاری که به این خانواده بیچاره مظلوم و محترم میکنید و اون تحقیراتی که نسبت استاد کردید، حالا جدا از ما، حتی بیچاره ها دیگر جرئت نمیکنن از ترس شما که از پدر خود دفاع کنن. مگر اون فیلمایی که علیه استاد نوری نشان داده چیکار کردن؟ اگه اون جواب گفته تونستن؟ نه، میترسن از شما. شما ظلم رو بردارید از سری مردم، از سری ملت، بعد ببینید که در پهلوی ما که قرار میگیرد یا نه. وقتی شما ظلم میکنید این بنده خدا چیکار کند؟ تنها خانواده استاد نوری نه یا برادر عزیز ما محمد جان نوری نه، هر کسی دیگر هم تنها کسانی امروز میان در پهلوی ما قرار میگیرن که دیگر خودشان رو به خدا
بخشیدن، در این راه بخشیدن و توکل به خدا کردن دیگر. من مطمئنم این خانواده محترم این مکتب استاد است، این استاد مبارز، استاد مجاهد، استاد شهید. خب همین روز رو اگر در سر نهضت تاجیکستان یک بار آورده، استاد خیست قیام کرد و باز اگر می آورده زنده می بود حتما این کار رو میکرد، شاید سخت‌تر از من هم میکرد. و تا روزی که من هستم در رهبری نهضت، در داخل نهضت، چی رهبر باشم چی در یک مقام دیگر در پیمان، مطمئن باشید بین نهضت، بین پیمان ملی و خانواده استاد و دیگر بزرگان این ملت، حتی بین ما و دیگر نمایندگان اپوزیسیون که در اروپا هستند و چند سوال ها میشد که چرا گفتگو نمیکنید، چرا با هم نمیشینید، اختلاف انداخته نمیتونید. حداقل از طرف ما هیچ کار صادر نخواهد شد که باعث اختلاف شود. ما حتما با هم هستیم، با هم خواهیم بود، چی با اپوزیسیون در مجموع و چی با خانواده استاد مرحوم سید عبدالله نوری. من خواهش میکنم، باز تکرار میکنم، از این گونه بازی های اختلاف اندازی دست بکشید، چون ما این مکتب رو علاقه گذاشتیم، با ما نمیتونید شما این گونه کار کنید. از مصاحبه هاتون معلوم است که شما شبکه‌های اجتماعی رو پورا مانیتورینگ میکنید و از اکثریت نوشته ها آگاه هستید، هرچند از نام خود چیزی نمی نویسید. سوال من این رو خصوصی نمی حسابم، این است که دعواها در مورد زن دوم شما بودنی یک نام گرفته است اینجا و آوازه مناسبت های محرمانتون با یک نام دیگر چی میگید؟ من چرا نام نمیگیرم؟ چون واقعا یک تهمت، یک تحقیر به زن و مادر تاجیک است و یک تهمتی هم تهمتی آشکار هست و حالا در اینجا میگم که اینا کاملا یک دروغ بافته است. همین گونه حرفا و صحبت ها نسبت دیگر بزرگواران در نهضت هم بود، استاد تراجنزا رو چیهایی نگفتن و استادان دیگر رو هم، و تمام این طبیعت این مردم است. ولی من خواهش میکنم که نسبت زن و مادران تاجیک بس کنید. حالا هرچند خودتون در قوسین گرفتید که من این رو خصوصی نمیسازم، این رو یک پیشخیزی میگم، بعد پیشخیزی بعد از غری خودتون درک کردید که این مسئله خصوصی و حریم یک انسان ها هست، یک نفر نه چند نفر، ولی باز در قوسین گرفتید بیا که خود رو آدمی متمدن و معتبر حساب میکنید. ولی خواهش میکنم از این به بعد دیگر این کارو نکنید. اما من حالا ببینید دوستی عزیز، این تصادفی نیست این کاری که شما میکنید. شما خیلی در مسئله دخالت به حریم خصوصی مردم پیش رفتید، اصلا مرزها رو هم رد کرده رفتید. این خوب نیست دوستی عزیزم. من توصیه‌ام به شما هم، به رهبرانتان و به خصوص به خود جناب رحمان هم که رئیس جمهور است، من توصیه میدم، توصیه حالا همچون توصیه اپوزیسیونی نگاه نکنن اینا، نه یتیم نه رحیم زاده. تقریبا این سه نفر مسئول آن هستند که واقعا هم دولتداری ملی را به یک مسخره تبدیل دادن که در تاریخ ملت این ثبت خواهد شد. بالاخره اون زمان گذشته نیست که آدم ها از درون کتابخانه ها کتاب پیدا کنن، این همه در فیسبوک و در یوتیوب و در همه جا ثبت شد. برای تاریخ مون که در زمان رهبری و مدیریت این چند نفر از آن جمله آقای رحمان در تلویزیون دولتی آمدند مردم را، ملت را، مادران را، حالا هر کسی هم باشد، دشمن شما هم باشد، در چشم مردم در حریم خانوادگیشون را ثبت کردن و در تماشای مردم گذاشتن. حالا این که خیلی خود را آدم متمدن فکر میکند، گمان کرده است که حالا در مسئله خصوصی نرفته است. خیلی زیاد رفتید شما. من با این دوستان میگم بالاخره شما زن دارید، فرزند دارید. اصلا یک چیز را بگم که در دست ما خیلی چیزا هست. وقتی که از مسئله هم رهبرای کلانتون رهبریت کشور و دیگر آوردن، من گفتم اینو همچون وسیله مبارزه سیاسی استفاده نبرید، اصلا فرهنگی ما نیست. چون حالا اونا کردن ما هم جواب بگیم این زن دارد، آخه زن او بیچاره، حالا خانم عزیزم ما فامیلشون نمیدونم چی گناه دارد که، یا دختر این چی گناه کرده است به شما که حالا به خاطر اون که به پدرش ضربه بزنید، یا مثلا فرزند یتیم و فرزند رحیم زاده کسی دیگر چی گناه کردن که شما فقط به خاطر بی‌آبرو کردن پدر اینها میاد به اینا ضربه روانی میزنید، اینا طفلن، اینا زنن. نکنید این کارو. خب میگن که اونا کردن، که اونا هر روز میکنن، که حتی از تلویزیون دولتیشون این کارو میکنن. خب اونا میکنن، اونا فرهنگ اونا همین است. فرهنگ ما و شما دیگر است، دین ما دیگر چی میگه، فرهنگ ملی تاجیکی دیگر چی میگه. چون اونا نه به دین اعتقاد دارن، نه به فرهنگ ملی، اصلا به چیز اعتقاد ندارن. اونا خود را پیرو مکتب سیاسی ماکیاولی میدونن که واقعا یک تهمت فحش است به ماکیاولی. من وقتی با اون در اون دوشنبه هم صحبت میکردم که چرا این کارها میکنید،
میگفتن نظریه سیاسی ماکیاولی این چیز رو تایید میکند. در سیاست اخلاق نیست، فرهنگ نیست، هدف هست هر چی که میتونی بکن به خاطر حفظ قدرت. من بعد قبلا هم که ماکیاولی رو خوانده بودم، بعد گفتم شاید من جای رو حالا نخوندم، رفتم سراغ ماکیاولی، تمام کتاب‌های خودش، کتابایی که دربارش نوشتن تحلیل کردن، تهمت‌های نسبت این کردن که اصلا در هیچ جایی ماکیاولی نیست. بله ماکیاولی میگوید که در جنگ بین دولت‌ها شما میتوانید دیگر کمتر درباره رحم و درباره شفقت و درباره این اخلاق اینا فکر کنید، اما نگفته در مناسبت با ملت خودتان، با یک پیرمرد، با یک زن، با یک کودک، با یک همسایه. ماکیاولی تا این درجه، معذرت میخوام، احمق نبود، تا این درجه نفرت به ملت خودش نداشت. بگیرید اقلا همون 10 پرینسیپی نظریه سیاسی ماکیاولی رو اگر همه کتاب هم نخونید همین رو ورق بزنید در کجا هست این چیز. اما امروز آمدن میگن که خب این سیاست ماکیاولی هست و ما باید برای آنکه امنیت ملت رو تامین کنیم، برای آنکه امنیت دولت تامین باشد، این چیزها را جایز است استفاده بریم. دروغ گفته، تهمت کرده، شما به خاطر منفعت‌های شخصیتان و یک دو نفر دارید ملت رو تحقیر میکنید. من خواهش میکنم سفارش دید، من دیگر به این آدم نه، به کلانهای شما گفته ایستادم که برساند، حتما که میرسانم. بس کنید این رو. اصلا شما چی حکومت داری است، چی دولت داری است؟ من اصلا دولت داری شما رو مثل یک چی تصور میکنم گاها، مثل یک حیوانی هست با نام 8 پا سپروت که چند دستای زیاد دارد. اصلا 2 دست نه، یک دستتون در کیسه مردم است، یک دستتون در مغز سری مردم. میخواید بدونید که مردم چی فکر میکند، همه چیز رو آگاه باشید. میخواید بدونید که در کیسه مردم چی است، از طریق ملاک و انداز و پاره پول مردم رو با این دستتون میگیرید. یک دستتون در درون دیگ مردم است، حساب میکنید با این دستتون که در درون دیگ مردم چند پیاز و کارتوشک است. و یک دست دیگرتون، معذرت میخوام از مردم، در درون شلوار مردم ملت است. شما چند دست دارید؟ اصلا چیکار میکنید با بعد با این دستا که وقتی که آلوده میکنید در همه جای مردم، بالاخره زن دارید، فرزند دارید، نکنید این کارو. من از آقای رحمان این درخواست رو میکنم، حالا نه همچون اپوزیسیون، همچون تاجیک، همچون یک کسی که واقعا برای ملت دلش میسوزد، سفارش بده. تا وقت سفارش داده که در تلویزیون نمایش بتین، چون من باور دارم همه تاجیکستان میداند که هیچ نوار علیه اپوزیسیون، علیه این گونه نوارها به اجازه خود رحمان در تلویزیون نمی رود. حالا بعضی میان امنیت رو حالا سیاه میکنن، وزارت داخلی رو. بله اینا هم در این جنایت شریک هستند، اما سفارش از خود رحمان است. من این رو به رحمان میگم که این سفارش ده از این به بعد به این کارمندای اداره هاتون که این سوال ها رو میرن درباره حیات شخصی مردم مینویسن. اصلا برای یک انسان آزاده، انسانی که خودش احترام میکند، چی مرد باشد چی زن، جایز نیست در این باره صحبت کردن. به خصوص که این آقا نام مردی هم گذاشته است، ولی سوال کاملا حتی زنهای خودشون رو احترام میکردگی به این مسئله دخالت نمیکنن دیگر. خب من دیگر یک کمی شاید اینجا تندتر صحبت کردم، اما این تقریبا همون ادامه همون بحثی هست که با اون نفر گفته مسئله زن طلاق همین است. با بعضی ها بالاخره باید همین خیلی صحبت کرد. شما را زاره کردیم، توالا میکنیم که آقا این کارو نکن، برادر هموطن نکن، عیب است، ملت رو رسوا کرده، شرمنده کرده. در تاریخ ملت دولتداری تاجیک شرمنده شد به خاطر آنکه چند نفر میخواند همین چیز رو، ولی نفهمیده. بالاخره مجبوریم که این حرفا رو بزنیم دیگر. اما اگر دست نبرداشتید بدونید دست این مردم هم خالی نیست. داریم یک چیزهای خیلی مردم با پول و بی پول میارن میسپارن، بیزار شدن. من حالا همین گفتم، اشاره کردم که دوستان گفتن که نام همین مؤلف سوال ها را که تمام مشخصاتش. خب بالاخره ما دیگر مردم بیزار شدن. داریم همون فیکا را، قسم زیادش رو، مشخصات و نام و فامیل و عکساشونه. فقط خواهش همون دوستا همین است که برای اینکه میفهمن که از کدام اداره و کدام ساختار بیرون رفته است و کیها کردن، حالا فعلا اینا رو آشکار نکنید. بعد یک مسئله دیگر است که آخه شما که حالا خودتون رو در داخل کشور ایستاده پنهان میکنید، از چی میترسید؟ از همون شرمندگی بعد میترسید. وگرنه شما دیگه از من نمیترسید. من نه سلاح دارم، نه ارتش که شما رو، نه زندان. چرا نامتون رو پنهان میکنید؟ به خاطر آنکه میدونید که این کارتون جنایت است. از محکومیت فردا میترسید.
ما هم به خاطر اون دوستان گفتم که نکنید، یکی به خاطر اون که این دوستی که این کارها را واقعا جوانمردانه میکند به خاطر ملت نفهمن که کی هست، دوم که خب بالاخره همین کسی آشکار میکنه ولی در فیک هست، حقارت میکند، تحقیر میکند، زن دارد، بچه دارد، همکار دارد، فردا نامش آشکار میشه، میرد ادارش، میبینن که در اون ادارش یک آدمی بسیار متمدنی گلستوک پوش، ولی در فیک در بین مردم چی تهمت ها و چی تحقیرها و چی رفتارهای ناجوانمردانه میکنه. بنابراین ما حالا دست برداشتیم، انشالله امید داریم که کار به اون حد نخواهد رسید، ولی من به این 3-4 نفری که نام گرفتم تاکید میکنم، سفارش بتید که بس است میلت رو شرمنده کردن و بی‌آبرو کردن، به همه کارها دست دادن، کار خود رو انجام بدید. پرزیدنت کاری پرزیدنتی کند، بالاخره ببینید پرزیدنت های دیگر کشور مگر میان همین کار میکنن، وزیر دیگر کشور مگر همین کارو میکند. خب دیگر تکیه به آن که ملت ما آگاه نیست و هیچ طلب نمیکند، امروز آگاه نیست، فردا گریبان شما رو خواهد گرفت، بعد میبینید چی میشه. خب من اگر اجازه باشد، چون یک سوال دیگرم از استودیو آمده است، حالا نمیدونم چقدر وقت دارم از استودیو بگم، چون مردم هم شاید خسته شده باشن، به یک وقت دیگر مونیم. و یک نفر خب اینجا یک سوال داده است که من جواب دادم دوستان، بازم بلال و شکی از دوستان، اکای کبیر شما با ایران چی علاقه دارید که اینقدر شما رو با ایران آلوده میکنن؟ گفتم قسما، ولی باز تاکید میکنم دوستان عزیز، یک زمانی بود که ما رو با ترکیه، یک زمانی بود با عربستان، یک زمانی بود با امریکا، حالا ایران با تمام شده ایستاده است، باز با آلمان و با اروپا با اینا وصل میکنن. خب طبیعت این دوستان همین است. خب دیگر باید یک چی بگم، با ایران ما رو چی وصل میکند؟ دینم، فرهنگم، زبانم، امنیت‌های تاریخیم و همه چیزی که ما و تاجیکا و ایرانی را وصل میکنن، ما رو همه چیز وصل میکنن. خب بس کنید، من خواهش میکنم از این سیاستی ضد ایرانی و ضد تاجیکی، و خواهش میکنم از دوستان و برادرانم که بیا دیگر مسائل را از بحث دینی و مذهبی کمی وسیع‌تر فکر کنیم. خب اینجا اشاره شد که در طرف دیگرش هم یک سوال هست. آقای افشین مقیم: سلام، به نزدیکی یکی از پیروان شما عبدالسلام آدینه‌زاده مردم را به جهاد در تاجیکستان دعوت کرد. تاجیکستانی که 99% مردمش مسلمانند، شما را محکوم میکنید یا دستگیری؟ دوستی عزیزم افشین مقیم، بله این آقای عبدالسلام آدینه‌زاده را میشناسم، یک دو بار دوستان نوارهاشون هم دادن، تماشا کردم. این نه اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان است، نه اعضای پیمان هست و هیچ ربطی به ما ندارد. اتفاقا همون نواری که به من دوستان آوردن نواری بود که کاملا این آقای عبدالسلام آدینه‌زاده مرا محکوم میکرد، تنقید میکرد و خیلی انتقادهای شدید هم داشت، مثل دیگر دوستانی که مرا تنقید میکنن و اکثر شماها و دوستان فکر میکنن که یا اعضای ما هست یا پیرو ماست. البته در اونجایی که شما را تنقید کنن اینا تبدیل میشن به پیرو و طرفدار ما، اما هر کسی که ما را تنقید کرد تبدیل میشه به استاد و به مبارز و به شخص آگاه و وطن دوست. خب این دیگه یک فلسفه سیاسی شده است متاسفانه. اما من ببینید هیچ کس علیه تاجیکستان جهاد اعلان نکرده است، این نکته خیلی مهم است. علیه تاجیکستان، علیه دولت، علیه ملت هیچ کس حق ندارد جهاد اعلان کند. حالا مسئله جهاد دیگر از جهاد میتواند جهاد واقعی درست شرعی باشد، میتواند جهادی مثلا این مثل جهادی که در سوریه دولتی به نام اسلامی اعلان کرد، این جهاد از نگاه ما جهاد اسلامی نیست. حالا ولی اینها هم خود را مجاهد گفتند و اعلان کردند، اما نمیتواند ضد یک ملت یک کشور باشد. جهاد اگر در تاجیکستان روز هم جهادی باز تکرار میکنم ملی و شرعی اعلان شد، علیه یک نیروی متجاوز، علیه یک گروهی ظالم میشود، نه علیه یک کشور و علیه یک ملت و مردم. بنابراین حالا من نمیدونم که این آقا در کجا دعوت کرده است، چگونه دعوت کرده است، به این بحث کار ندارم، اما من هیچ گونه جهاد را علیه تاجیکستان، علیه مردم تاجیکستان و حتی علیه دولت تاجیکستان جایز نمیدونم. من جهاد را علیه ظلم، علیه یک شخصیت ظالم، علیه یک گروه ظالم، اگر اون شرایط جهاد از لحاظ فقه، از لحاظ شریعت فراهم شد که دوستان خود شما هم شاید اگر از دین آگاه باشید میدونید که شرایط جهاد چه هست،
اگر اون شرایط که فراهم شد دیگر جهاد علیه این شخصیت ها و این گروه ها جایز می شود که یک بحثی کاملا دیگر است. خب دوستان، یک سوال های دیگر زیاد آمد، از آن جمله از همین آقای که من نامش رو گفتم سعید ولی ولیزاد هم چند سوال های دیگر مانده است. من از ایشون عذر میخوام که همش رو جواب دادن نتونستم چون وقت نیست. من اگر راضی باشه در همین جا صحبت رو قطع کنم، خداحافظی کنیم، چون سوال های من بعد ایشون هم خیلی سوال های مهم و جالب هستن. اکثرش یعنی زیدی من هست و اصطلاح روسی پرووکاسیونی هست، ولی من آماده هستم به همه این گونه سوال ها جواب دهم. ولی نمیخوام وقت زیادی شما رو بگیرم، در صحبت بعدی حتما من به این سوال ها برمیگردم. از این بعد اگر دوستان شما راضی باشید ما یک مشورت با هم کنیم. ما شاید که یک موضوع رو من خودم انتخاب میکنم که 10-15 دقیقه اطراف یک موضوع خاص صحبت میکنم. بعد از این یک سوال و جواب دایر خواهیم کرد که یک قسم از این سوال ها رو به نوبت من جواب میگم، سوال هایی که بعدا هم خواهند آمد، و سوال های آنلاینی شما رو هم از استودیو انشالله جواب خواهم گفت. با همین من خداحافظی میکنم، یک شما رو به پروردگار میسپارم و تشکر میگم از تمام برادران در استودیو هم که این زحمت کشیدن، این شرایط رو برای ما فراهم کردن برای ملت، و انشاءالله که تا صحبت های بعدی خداوند نگهبان شما باشد. خب دوستان عزیز، از همه شما تشکر میکنیم، مخصوصا از آنهایی که معیار آداب رو نگاه داشتن، گرچند سوالهای به گفت دیگرها پرووکاسیونی و خصمانه هم دادند، ولی از آداب، از معیار آداب و اخلاق ملی ما نبرآمدند. تشکر زیاد میکنم. از اونهایی که معیار آداب رو هم رعایت نکردن، از اونها هم تشکر. و با پیمان تیوی در یوتیوب دوستان گرامی ابونه شوید. این برنامه های ما مداوم می شوند. مصلحت میکنیم شاید هفته یک مرتبه، شاید 2 هفته یک مرتبه حتما با شما خواهیم بود و این برنامه ها رو یعنی گفتگوی مستقیم با شهروندان جمهوری تاجیکستان رو پیاده می سازیم و از رقیبان خود احترامانه خواهش میکنیم که بیایید بحث را به چارچوب اخلاق اسلامی، اخلاق ملی تاجیکی خودمان برگردانیم و از تحقیر و توهین دست کشیم. تشکر از دقتتان. خدا حافظ.